بسم الله الرحمن الرحیم. روز گذشته تاپیک کوکی و سژن را خواندیم. امروز تاپیک ایمیل، سکیور ایمیل، فیلتر، اکسپشن، اروری بخش را میخوانیم و پارت دوم درس هم پی اچ پی ادوانس هم با پایان میرسه. یک لکچر دو لکچر دیگه میمونه در بخش دیتابیس دیگه. بسیار خب، بیایم در تاپیک ایمیل و این تاپیک دقت کنین. اگر شما در آینده بخواید که یک وبسایت واقعی بسازین و در اونجا بتونین که ایمیل را سند بکنین، شما ببینید که آیا سند کردن ایمیل یک فانکشنالیتی سرور ساید است یا کلاینت ساید؟ سرور ساید است مطمئنا. و شما اینو بگین که آیا با استفاده HTML، CSS و جاوا اسکریپت ما میتونیم یک ایمیل را سند بکنیم؟ نه دیگه، چرا که اینا کلاینت ساید تکنولوژی هستن دیگه. کسایی که HTML خواندین یادتون است یک روشی بود که در HTML ما ایمیل سند کنیم. چی بود؟ اوکی بله، در HTML ورژن 5 اینپوت تایپ ایمیل است، یعنی باکسی رو میسازه که در اونجا چک میکنه که فرمت ایمیل درست تایپ شده باشه، ولی سند که نمیکنه. به هر حال نه، وقتی فرم سابمیت بشه صرفا میمانند یک تکست باکس معمولی است، اما قدر امکانات بیشتر داره که یک والیدیشن ایمیل رو انجام میده. اما بجز این href بود. آفرین، لینک میساختین که href رو چی قرار میدادین؟ میل تو، یادتون است؟ میل تو. و اینجا شما میتونید رسیور ایمیل آدرس گیرنده رو تایپ بکنید که somethingahmad@yahoo.com. یک لینک رو میسازه که زمانی که بالاش کلیک بکنید چه اتفاقی میفته؟ ایمیل سند میشه. دایرکت سند میشه؟ نمیشه. این فقط باعث باز شدن چی میشود؟ باعث باز شدن یک سافیری که در حقیقت او چی باشه؟ میل منیجر باشه. مثل سافیر چی؟ مثل سافیر آوتلوک دیگه. اگه این موضوع باید ندارین سریع بهتون کار کنم. href اینجا کیورد چی استفاده میکنین؟ میل تو. ایمیل آدرس گیرنده yahoo.com، send ایمیل، لینک باشه، بادی و html. این فایل سیو میکنم چون تماما HTML نوشته شده، کلاینت ساید است با پسوند HTML و او هم حتی در روی دسکتاپ سیو کردم. مثلا اگه ببین یک لینک به وجود میاد و زمانی که بالا کلیک بکنین سافیری که در کامپیوتر میل منیجر باشه که در تمام کامپیوترهایی که ویندوز داشته باشن خب من چی است؟ آوتلوک هست دیگه. میبینین این کدوم سافیر است که باز شده؟ اگر کار کرده باشین همراهش، این سافیر آوتلوک از خود چی است؟ آفیس است. در حقیقت آفیس 2013 است. این سافیر آوتلوک است. الان شما میتونین چی بکنین؟ اینجا فقط ایمیل آدرس گیرنده مشخص شد دیگه. تو سابجکت CC مثلا تایپ بکنین، مسیج تایپ بکنین و بعد کلیک کنین سند. همین سند میشه. یک خاصه اینترنت کانکشن نداریم، به اینترنت وصل نیستیم. حتی اگر وصل هم می بودیم مشکل دیگه چی وجود داره؟ یکی اصلا من اینجا کدام ایمیل آدرس رو کانفیگور نکردم. نه، اول اگر از آوتلوک استفاده میکنین با خودتان ایمیل خودتان، یعنی فرام ایمیل از جانب کی سند بشه این رو باید مشخص بکنین، تعیین بکنین. به هر حال هدف می است که HTML توانایی ارسال کردن، سند کردن کدام ایمیل رو نداره. نهایت کاری که میتونه بکنه یک واسطه شده، میتونه یک ترد پارتی هست، یک جانب دیگه مداخله بکنه و فقط باعث باز شدن یک سافیر بشه، اما هرگز که نمیتونه ایمیل را سند بکنه. درست؟ برای سند کردن ایمیل و کدام پروتکل ضرورت است؟ SMTP Simple Mail Transfer Protocol. پورت نمبر 25 بود دقیقاً. و شما میدونین که کسایی که خواندن نتورک MCTP خواندین اسم جان شما بودین که اونجا حتی ما باید چی داشته باشیم؟ میل سرور داشته باشیم دیگه. شما این رو فکر بکنین حتی اگه ما به استفاده PHP کدی رو نوشته بکنیم که ایمیل را سند بکنه، بعد اون مثال من رن بکنم اینجا بهتون، حتی اگر با اینترنت هم کانکت باشیم آیا ایمیل سند میشه؟ بس این خب هم گفتیم یک ورچوال سرور است دیگه. نه، این آپاچی فقط وب سرور، دیتابیس مایسکل و خود انجین پی اچ پی را داره. اینجا کدام میل سروری وجود نداره دیگه. نه، باید یک میل سرور باشه که بتونه ایمیل را از طریق پروتکل SMTP سند بکنه. پس کدی که امروز شما میبینید نوشته میکنین طریقش یاد بگیرین، ولی به خاطر همون تست آخری که ما این را رن بکنیم و ایمیل سند بشه مطمئن که هیچ وقت کلاینتی کار کردن نمیتونین دیگه. با استفاده از یک ورچوال سرور مثل وامپ یا زامپ این کار انجام شده نمیتونه. این مسائل گفتیم، این مقدمه بودی و بود، ولی سند کردن ایمیل کار بسیار ساده ای است. PHP اگه شما بخواید ایمیل در PHP سند کنین بسیار کوتاه، حتی شاید باورتان نشه، صرفا فقط یک فانکشن داریم، بیلت-این فانکشن در خود PHP به نام میل و پارامترهای او چی است؟ تو سابجکت، مسیج و از تمام. ایمیل به کی ارسال میکنین؟ عنوان چی باشه و خود پیام را نوشته بکنین. یک پارامتر چهارم هم داره که آپشنال است و او هیدر اینفورمیشن است که بعدا میبینین from cc و bcc میتونه در این بخش قرار بگیره. میبینین که چقدر ساده، کوتاه‌ترین کد ممکن، هیچ موضوع دیگه ای نداره. و اگر ادامه این فانکشن براتون معرفی کنم، این فانکشن ریترن تایپش چی است؟ بولیان هست دیگه. اگر ایمیل موافقانه سند بشه ترو و اگر سند نشه براتون فالس بازگشت میده. چقدر ساده شد.
فانکشنالیتی سند کردن ایمیل را در کدام قسمت های یک وبسایت منظر ما استفاده میکنیم؟ اگه یک وبسایت دیزاین کنیم چه وقت ایمیل سند میکنیم؟ مهمترین و بیشترین مورد استعمال او در کجاست؟ در کانتکت است. تمام وبسایت هایی که دیدیم باز کنیم یک بخشی به نام چی داره؟ کانتکت، که در اونجا یک فرمی هست، شخص می نام، ایمیل، سابجکت، مسیج تایپ میکنه و این سند میکنه. به کجا سند میشه؟ به ایمیل همون کمپانی یا ایمیل اون وبسایت سند میشه که من اگه دیده باشه نقصم یک ایمیل است info@xyz.com، نه ایمیل اینفو. و میتونیم به ایمیل های شخصی هم سند بکنیم دیگه، به ایمیل خود رئیس کمپانی، مدیر این وبسایت، هر ایمیلی که خواسته باشین میتونید را سند بکنیم دیگه. بنظرتان چه وقت میتونیم از کانتکت، از سند کردن ایمیل استفاده کنیم بجز کانتکت؟ چیزی هم به فکرتان میرسه فعلا که بجز کانتکت؟ و این حال ایمیل از مثلا هدکوارتر، دفتر مرکزی به برانچ ها سند بشه دیگه. ولی همین نمونه بوده میتونه، یعنی خود کمیونیکیشن، ارتباط بین دیپارتمنت ها و برانچ ها بوده میتونه. برانچ ها شعبه های مختلف یک کمپانی یا دیپارتمنت های مختلف برای هم دیگه میخواین که ایمیل را پیام را سند بکنن. آفرین، بسیار یک کاربرد دیگه بوده میتونه. یک موضوع حتی در ایرور هندلینگ بوده نمیتونه که ما بگیم زمانی که در وبسایت ما کدام ایراری به وجود اومد اتوماتیک اما ایرار را چی کنه که در کدام پیجی که ایرار به وجود آمده، علت چی بوده، در کدام لاین بوده، این را به کجا بفرسته؟ به وبسایت منیجر و ایمیل او سند بکنه که این مطلع بشه، با خبر بشه که در وبسایت این یک مشکل هست. دیگه جای در بزنس جایی که استفاده میشه آنلاین آردر هم مخصوص نیست. اگر شما یک وبسایت دیزاین بکنین که در اون شخص بتونه به شکل آنلاین آردر درخواست خود، فرمایش خود بر شرکت سند بکنه، این هم در حقیقت نمونه چی است؟ استفاده از ایمیل. میبینین که کاربردهای بسیار زیادی داره. خب من یکی دو نمونه این رو براتون نشان میدم چون شاید کمتر با وبسایت های تجاری دیده باشین. نمونه وبسایت کابل الکتریک براتون نشان میدم و نمونه وبسایت ایزومات رو ببینید. میبینین که لوکال هست، اینا رو لوکالی باز میکنم دیگه، نه وبسایت هست که دیزاین شده کمتر ما هستن و میتونیم که اینا رو به این شکل از طریق لوکال هاست باز کنیم. هر وبسایتی رو که ببینید یک قسمتی برای چی داره، یک قسمتی برای کانتکت دارن دیگه که در اون یک کانتکت فرم موجود میباشه دیگه که شخص میتونه مشخصات تایپ بکنن، نیم، ایمیل، کمپانی نیم، سابجکت، مسیج و بعد این رو سند بکنن. ایمیل مستقیما به info@izomat.af به می وبسایت سند میشه، به ایمیل رسمی وبسایت. اگر اینجا شما کابل الکتریک ببینین یک کامپوننت داره که رو میخواد کوشش کنه آنلاین باز کنه. برنامه فکر میکنم پیج برنامه خود order.php باشه. اگه باز بشه رو ببینیم بد نیست. در اکثریت وبسایت هایی که شما برای شرکت های تجاری دیزاین میکنید، برای پانتون ها، برای شفاخانه ها، یعنی هر ارگانایزیشنی که باشه و اون موضوع بزنس تجارت باشه، یک پیج همیشه برای کانتکت داریم دیگه، نه که اشخاصی که وبسایت ما رو باز میکنن ممکنه مشتریان باشن یا کسی نظری، پیشنهاد، انتقادی داره میتونه او را سند بکنه برای همین کمپانی. که باز نمیکنه که من نمونه آردر، آنلاین آردر رو براتون نمایش میدادم. اگه باز نمیشه ببینم چی رو براتون باز بکنم. قبل ترافل را این یک وبسایت است که برای ترافل اجنسی دیزاین شده و اینجا شما میتونید که آنلاین برای خودتون چی بکنین؟ تیکت رزرو بکنین ها، یا یک موتور یا یک در حقیقت هتل رزرو بکنین. و اینجا وقتی مشخصات شخص تایپ میکنه، نام، مشخصات تایپ میکنه، انتخاب میکنه که چه وقت سفر میکنه، مسافرت میکنه، تمام مشخصات که انتخاب کرد وقتی که سند کرد میبینین یک آنلاین آردر است، یعنی یک ریکوست است مستقیما به ایمیل راست همین کمپانی سند میشه. این یک نمونه آنلاین آردر. یعنی فکر کنین موارد استعمال متنوعی داره دیگه. در کانتکت فرم، در وقتی که خود دیپارتمنت ها، برانچ ها یا کارمندای مختلف بر هم دیگه ایمیل سند میکنن، در بخش آنلاین آردر یا در بخش زمانی که ما گفتیم ایررها رو برای خود مدیر وبسایت روان بکنن از طریق ایمیل، این نمونه‌های بسیار مختلفشان هستن که استفاده میشه. اینقدر گپا رو گفتیم ولی هنوزم کار کردن این تاپیک برای شما در پی اچ پی نهایت ساده است. فقط یک فانکشن میل را داریم، بیلت این فانکشن هم هست و راحتی میتونید از استفاده کنید. هیچ دیگه او گپا و محدودیت ها و قوانین دیگه که در موضوعاتی مثل کوکی، سژن میگفتیم اصلا وجود نداره. بسیار خب بیاین که ما چی بسازیم؟ یک کانتکت فرم بسازیم، چون در آینده هر وبسایتی که دیزاین بکنین احتمال زیاد حتما شما این پیج کانتکت خود می داشته باشین دیگه. پس بیاین یک کانتکت فرم دیزاین بکنیم. یک فرم با وجود بیاریم، متد فرم پست باشه یا گت. هرچند که ما اینجا سنسیتیو دیتا نداریم نه در موضوع کانتکت فرم، ولی میدونیم که ممکنه چی باشه؟ تکست زیاد باشه. اونجا در قسمت مسیج شخص چندین پاراگراف را تایپ بکنن. پس بهتره است که متد پست باشه دیگه.
از شخص چه چیزایی رو بخوایم؟ نام خود تایپ بکنه. اینپوت تایپ تکست، نیم خوب است؟ مشکل خانست نه؟ نیم دیگه شخص باید ایمیل آدرس خود تایپ بکنن. اینپوت تایپ تکست میگیرین اسمت جان. اگر HTML5 استفاده کنین میتونین اینپوت تایپ ایمیل هم بگیرین، باز اگر براوزر ساپورت کنه دیگه، نه براوزر جدید باشه، اپدیت باشه. به حال یک تکست باکس است و نیم ایمیل. دیگه چه چیزایی داشته باشیم؟ سابجکت. بر سابجکت هم چی مناسب است؟ تکست باکس مناسب است. نیم سابجکت. دیگه چی؟ مسیج. و مسیج تکست باکس میسازین؟ تکست اریا میسازین که مالتی لاین باشه و تکست اریا رو توسط چی تعیین میکردین؟ کالز و روز تعیین میکنین. اگه تکست اریا پیر است، اگه پیر کلوز نکنین چی میشه؟ یادتون است؟ و همین کل کدای بعدی در کانتنت محتویات این چی قرار میگیره؟ تکست اریا قرار میگیره. کلزش رو تعیین کنین 40 50 و روزش هم تعیین کنین 4 یا 5. خب دیگه اگر چیزی هم ضرورت بود اضافه کنین، چیزی اگر ضرورت نباشه سبمیت بتن ولی سند یا سند مسیج. بسیار خب میبین نمونه بسیار ساده یک کانتکت فرم را ما دیزاین کردیم. تکست اریا همین لاین است، بعد تکست اریا بیار تایپ نکرده بودیم، سبمیت بتن از او جدا بشه. اگه فرم منظم میکنین واسه تیبل بسیار براحتی میتونین که این فرم منظم کنین، چون فعلا اون منظم نمایش شده نشده. شخص می نام تایپ میکنه، ایمیل آدرس خود تایپ میکنه، سابجکت مثلا جاب ریکوست است و اینجا متن این مسیج خود تایپ میکنه. زمانی که فرم سابمیت شد شما دیتا رو جمع آوری بکنین، واسه فاز فانکشن میلی را سند بکنین. بسیار خب پس به این کدای PHP لازم رو بگین. دقیقاً هر وقت یک فرم رو هندل میکنین باید چک کنین که فرم سابمیت شده یا نشده. متد فرم پست است. یکی از باکس ها هم ایمیل و بعد میشه اینا رو جمع آوری بکنین. دال اندرسکور پست نیم یک واریبل مثل نیم ذخیره بشه. ایمیل دیگه چی داشتیم؟ سابجکت مسیج و نام واریبل ها رو هم تغییر بدیم. مسیج سابجکت ایمیل و بعد هم میتونیم با استفاده از فانکشن میل ای را ارسال بکنیم. چقدر ساده، شکل کد بسیار ساده است. پارامتر اول چی بود؟ تو ایمیل آدرس به کی سند میشه. تو را چه کسی باید تعیین کنه؟ رسیور، ایمیل آدرس گیرنده را یا خود یوزر باید بتونه تعیین بکنه. اینجا یک باکس دیگه میمونه که بگه تو، بگه from to، یعنی ایمیل ما به کی روان میکنیم؟ میشه؟ خود از سایت یاهو و گوگل در ایمیل های شما میشه نه؟ خودتون میگین تو ایمیل به دوستتون روان میکنین، به استاد روان میکنین، به کی روان میکنین. ولی در کانتکت فرم یک وبسایت یوزر باید بتونه تو رو تعیین کنه. اگه خواسته باشه با استفاده از وبسایت شما برای هر کسی که خواسته باشه ایمیل روان کنه، میخوام بسیار به معنا میشه دیگه نه. ایمیل باید به می وبسایت، به می شرکت، به می کمپانی، به می سند بشه. پس یادم باشه که تو استاتیک هست نه، تو رو ما تعیین میکنیم، پروگرامر تعیین میکنه. اصلا نمیشه ایمیل خود اصلی اما رسمی وبسایت کمپانی یا ایمیل رئیس و مدیر و معاون بوده میتونه. یک نام برای وبسایت هم در نظر بگیریم. چی باشه نام وبسایت؟ دومین نیم بگین، از دل خود بگین دیگه. بله یاهو باشه، سریع ایمیل برای یاهو روان میکنیم info@yahoo.com. صحیح. به صورت ایمیل رسیور از گیرنده ایران نباید که یوزر بتونه تعیین کنه، ما تعیین میکنیم. و پارامتر دوم سابجکت بود دیگه نه. پارامتر دوم سابجکت بود که ما دقیقاً اینجا یک باکس برای سابجکت ما دادیم. شخص عنوان ایمیل تایپ کرده، راستن امور میگیم. و پارامتر سوم مسیج بود دیگه نه. ان ای هم مسیج. خب از سابجکت مسیج استفاده کردیم. چی چیزایی استفاده نکردیم؟ نام و ایمیل. دقیقاً از طرف کی ایمیل سند میشه. ولی دیدین که در سینتکس اصلی فانکشن میل آیا ما چی رو داشتیم که از طرف کی سند میشه؟ فقط تو سابجکت مسیج فرام دیگه اینجا نیست، یا اینکه نام شخص در اینجا نیست. یک پارامتر چهارم، پارامتر آخری دیدین که چی بود؟ هیدر بود. هیدر اینفورمیشن. این معلومات دیگر رو میتونید در قسمت چی قرار بدین؟ هیدر قرار بدین. خب مثال اول است میخوایم ساده براتون کار کنم. فکر کنیم فعلا این نیم و ایمیل رو هم هیچ ما نمیگیریم دیگه، درست؟ فعلا سند نمیکنیم. سینتکس اصلی فانکشن میل چیزی که ضروری است همین است. یعنی دیدیم فانکشن میل چی بازگشت میده؟ ترو فالس بولیان بازگشت میده. قبل از اینکه من ایرا بگیرم هندل کنم میخوام ایرر رو ببینید، چون اگر من ایرا هندل کنم باز دیگه ایررش شما نمیبینید. مثلا وقتی که فرام سابمیت کنم چی شد؟ چرا این حالت لودینگ نرفت که ایرا سند کنه؟ این فایل تست HTML است، از روی دسکتاپ باز شده، من یک فایل باز شده. هیچ فکر ما با اون قسمت ها نبود نه، اما اول که مثال در روی دسکتاپ سیو کردم تا آخر مثال همینجا کار کردیم. این خب باید در کجا سیو بشه؟ در C و هم W در وب دایرکتوری سیو بشه.
و همچنان اکستنشن هم چی باشه؟ PHP باشه. او رو چخصم باز کنیم از لوکال هاست باز کنیم تستاد PHP. یا اون فرم از فرق نمیکنه دیگه نه، فقط زوم تغییر کرده. این فرم یوزر می فیل میکنه احمد دیگه دیتای بیهوده تایپ میکنه چون یه خواست سندم نمیشه. دقیقا ببینین کوشش میکنه که ایمیل سند بکنه یک لحظه اینه تو لودینگ میاد یک ایندکس مسیج هم غلط شد. بر صورت ایره ببینین میگه فانکشن میل یک وارنینگ داده fail to connect to mail server، میگه نمیتونم که به میل سرور کانکت بشم. پورت نمبر چند؟ 25 پروتکل SMTP. چرا مطمئنه که ما در لوکال هاست خود کدام میل سرور نداریم که سند بکنه. اگر این آنلاین باشه، اگر شما یک دومین برای وبسایتتون راجستر بکنین و یک هاستینگ هم خریداری بکنین، این فایل ها رو اپلود کنین به سرور، این از طریق خود سرور ISP رن بشه، اون زمان باز میتونه که ایمیل براتون سند بکنه. از مسیج چرا ایرور گرفتم؟ حق داشته که ایرور بگیره. میگن define index message یعنی چی؟ دقیقاً چرا ایندکس مسیج نمیشناسن؟ چون نداده بودیم خود ما دیگه. نه میبینیم یاد ما رفت. و خود تکستریا هم باید آموزن چی بکنین؟ نیم بتین دیگه. بر صورت کدام مشکلی نیست. تو اینجا متوجه شدین؟ یعنی ایمیل از کلاینت از لوکال هاست نمیشه دیگه. نه باید اپلود شه، واقعا یک آنلاین سرور داشته باشیم، هاست دومین برایش راجستر بکنیم. خب پس ما ادامه رو پیش میبریم دیگه. مسائل اضافه بکنیم بهش یک کمی ارور هندلینگش هست دیگه. ببین رو چک بکنیم که ایمیل سند شد یا نشد. گفتیم که این فانکشن خودش براتون ترو فالس بازگشت میده. پس میتونیم ریترن رو در کجا بگیریم؟ در یک واریبل ذخیره کنیم و یا ما قسم دایرکت در کاندیشن به کار ببریم. if و این هم else. اینجا ببین چک کنین که ایمیل سند میشه یا نه. اگه ایمیل سند شد ترو بازگشت میده. شما میتونید یک مسیج اکو بکنین، اکو هم خیلی از فعلا میکنه successfully send شد و این برنگ چی باشه؟ سبز باشه دیگه. نه میشه میگیم که ایمیل successfully sent. اما اگه ایمیل سند نشد پس میتونیم بگیم یک ایرر نشان بده برنگ سرخ و بگیم error could not send email. درست است؟ حالا ببین که بر علاوه ایرری که از خود PHP نمایش داده میشه، ایرری که شما نشان دادین هم نمایش داده میشه. کوشش میکنه که سند کنه، موفق نبود، ولی یک وارنینگ است دیگه. نه از خود فانکشن میل جنریت شده که نتونست به میل سرور کانکت بشه. و خب پس در کنار او براتون چی نمایش داده شده؟ چون این فانکشن ایمیل موفقانه سند نتونست بکنه، فالس شد، پس این مسیج ما نمایش داده شد. ولی دقت دارین که در وبسایت ما که نباید وارنینگ خود PHP رو نشان بده دیگه. نه اگر این مسیج نشان داده بشه مشکلی نیست. نه از لحاظ تو فکری و روانی وقتی مشتری کسی که وبسایت میبینه خب نمیگه که وبسایت خراب است دیگه. نه خب میفهمه که کدام مشکلی بوده، اینترنت مشکل داره یا هر چیزی هست، ایمیل سند نشد. ولی اگه قسم یک مسیج نمایش داده بشه و هر کس باشه میگه این وبسایت خراب است، مشکل داره دیگه. نه یعنی دقیقاً وب دیزاینر اینجا خوب وب دیزاین لایق نبوده. خب تاپیک بعدی ما شما هنوز با تاپیک بعدی نمیریم، اما باید یک پیش‌بزکی بکنیم که در تاپیک ایرر شما یاد میگیرین که چطور در بیلت این فانکشن ها شما ایرر رو چی بکنین، نمایش ندین، ایرر رو هاید بکنین، مخفی بکنین. و چقدر زیباست این کانسپت در PHP همراه چی میشه؟ یک اساین میشه فقط. ببینید این در PHP از صرفا دیگه پروگرامینگ لنگویجانه در شروع هر بیلت این فانکشن که خواستین ایرر اون نمایش داده نشه فقط یک اساین رو علاوه بکنید. این ربطی به ایمیل نداره سیست. بعدا ما شما میخوانیم به طور مثال یا قبلا خواندیم فانکشن f open اگه بخواید که ایرری هم نمایش داده نشه در شروع یک اساین میمونین. یا بعدا میخوانیم که به دیتابیس کانکت میشیم ما اسکیل کانکت در شروع هم میتونیم چی کنیم، اساین بانیم. درست این اساین ایمیل نیست، ارتباطی به ایمیل نداره. یک اسپیشال کاراکتر در خود PHP است که ایررها را پرزرو میکنه، خنثی میکنه، از نمایش دادن اونا چی میکنه، جلوگیری میکنه. حالا ببینید کوشش میکنه ایمیل سند کنه، نشد، پس فالس بازگشت شد، شرط ایف اجرا نشد، آمده قسمت else ایرر را نشان داد. ولی خوبیش است که اون مسیج را دیگه نمایش نمیده. مفهوم واضح است اینجا بهتون؟ از کلاینت ساید از لوکال هاست میشه که کدام وقت اون مسیج موفقیت بر ما را ظاهر شود؟ هیچ وقت نمیشنه، چون هیچ نویته کانکت هستیم و نه کدام اینجا میل سروری وجود داره.
بسیار این طریقه سند کردن و هندل کردنی. دقت کنیم گفتم دیگه از این پیشتر دیگه مثال پیش بردن نمیتونیم دیگه، نه تا که به اینترنت کاری نباشیم، تا که وبسایت واقعی نداشته باشیم. ولی این کد دقیقاً همون کدی است که در وبسایت ها ما استفاده میکنیم دیگه، نه در وبسایت های واقعی. و شما این کد رو یاد بگیرید بعد اینکه خودتون بخیر یک وبسایت واقعی دیزاین کنین، هاست و دومین بود، سرور واقعی در اختیارتون بود، باز همین کد میبینید که اونجا کار میکنه دیگه، نه فعلا به خاطر که از وامپ از لوکال هاست ایران میشه مطمئن که ایمیل سند نمیکنه. اما همین کد از هیچ تغییر نمیکنه، هیچ چیزی براش اضافه نمیشه، همین کد بعدا میتونه ایمیل را سند بکنه. تا اینجا سوال نداریم؟ دقیقاً نه، ما ایمیل سندر را گرفتیم که اینجا گفتیم from یا شخص باید ایمیل آدرس خود تایپ بکنه ولی هیچ از او استفاده نکردیم فعلا دیگه، نه یا نام شخص ما ازش گرفتیم ولی استفاده نکردیم. بله یقینا نمیگه پس. و من به این خاطر مثال اول براتون نشون دادم که اصل فانکشن میل فقط همین سه پارامتر داره، to subject message، ولی نه ما ایمیل آدرس فرستنده را گرفتیم from و نه همچنان نام شخص استفاده نکنیم. این الان به این موضوع و ادامه میپردازیم که پارامتر چهارم فانکشن ایمیل چی است؟ هیدر است و در قسمت هیدر شما میتونید تعیین کنین from را که ایمیل از جانب کی سند میشه و همچنان cc را و همچنان bcc را میتونید تعیین کنین. برای نیم هم باید یک فکر دیگه کنین، یک چاره دیگه بکنین. خب تا اینجا سوال ندارین؟ اگر من بطور ایمیل نسبت مسئله واسه نمیشه چی کنم؟ این کوتاه به ایمیل؟ نه این خوبیش هم همی است، از این استفاده کنین. راستی گپ براتون نگفتم، شما میدونین هفته روز قبل خندم کردیم اگه نوشته این کوتاه به احمد چی میشه؟ پس تکست باکس جور میشه دیگه. یعنی اگر براوزر نشناسه این باکس از کدام تایپ باشه پس تکست باکس معمولی میسازه. یعنی شما بگین اینپوت تایپ ایمیل و HTML5 ساپورت کنه، مثلا ایمیل در کروم ساپورت میکنه، نه همین باکس از نوع ایمیل میسازه. ولی اگر ساپورت هم نکنه پس یک تکست باکس معمولی به وجود میاد. یعنی ببینین تا پیشتر تکست بود ولی حالا دیگه ما این را از نوع چی تعیین کردیم؟ ایمیل تعیین کردیم. خوبی است که HTML5 یک والیدیشن داره دیگه، نه میگه باید حتما چی تایپ بکنید در ایمیلتون؟ اساین تایپ بکنید. خب من ایمیل آدرس نیست دیگه، میگه یک عدد تایپ میکنم، این دیگه یک ایمیل آدرس درست نیست، نه به شرطی که براوزر HTML ورژن 5 ساپورت کنه که نکردم خطری نداره پس یک تکست باکس معمولی نمایش داده میشه. درست؟ در صورت که این از نوع تکست میگه، اما دیگه یک تکست باکس ساده است دیگه، نه این رو سابمیت میکنه، والیدیت نمیکنه، چک درست بودن اون رو چک نمیکنه. خب سوال دیگه اگه تا اینجا داریم؟ یک بخش کار بود که موضوع به پایان رسید. اینا بعد از یک وقفه کوتاه میایم چی میکنیم؟ امی from ایمیل آدرس فرستنده را و نام شخص هم به این اضافه میکنیم. سوال ندارین تا این قسمت؟ خب بسیار خوب. پارامتر چهارم در فانکشن میل هیدر هست که شما میتونین هیدر اینفورمیشن را در این بخش قرار بدین. چیزی که اصلا قبول میکنه سه فیلد است، یکی فیلد from و دیگه فیلد cc و همچنان فیلد bcc. در مورد اینا معلومات دارین دیگه خودتون، نه؟ from میشه ایمیل آدرس فرستنده، یعنی از جانب کی ایمیل فرستاده میشه. پس باید کی باشه؟ ایمیل آدرس سندر ایمیل. این دقیقاً میشه اون باکسی که ما از شخص خواستیم enter your email ها، your mail اینجا این باکس است. و cc کاپی، نه کاربن کاپی که کاپی ایمیل برای چند شخص دیگه میتونید سند بکنیم و bcc بازم به چند شخص دیگه میتونید سند بکنیم. پس فرقشون چی است؟ دقیقا نمیگه پس، نه وقتی شما چندین شخص را چندین ایمیل آدرس در cc تعیین میکنین کپی از ایمیل به مو تمام اشخاص سند میشن. یعنی ما میگیم تو ایمیل به کی سند کنه، خب به ایمیل آدرس به یک نفر سند شد، میتونین در cc به چندین ایمیل دیگه میره چی بکنین؟ کپیش روان بکنین. ولی به هر کسی که ایمیل برسه میبینه که بر علاوه من ایمیل به دیگه به کی ها سند شده. این فیلد cc است. این تو بگیم که این فیلد چی است؟ شو ویزیبل است، این قابل دید است، نه دیده میشه. ولی فیلد bcc چی است؟ این فیلد هایدن است، مخفی است در حقیقت. اگه شما چندین ایمیل آدرس دیگه در bcc تعیین میکنین ایمیل به هر کسی که بره او فکر میکنه تنها ایمیل بر ما آمده، نمیفهمه که ایمیل بر اشخاص دیگه هم سند شده. این فیلد غیر قابل نمایش است، نمایش شده نمیشه. مفهوم واضح است براتون؟ هر سه فیلد ها رو شما در کدام پارامتر قرار میدین؟ در پارامتر چهارم یعنی در هیدر قرار میدین. دیگه خصوصا نه که پارامتر پنجم cc باشه و ششم bc، نه فقط فانکشن میل 4 پارامتر داره. آخرین پارامتر هیدر است. و برای جدا کردن این فیلد ها از هم دیگه از چی استفاده میکنین؟ \r \n استفاده میکنین که مثل که شما لاین ها را سپریت میکردین. اینجا هم هر کدام از این فیلد ها از دیگری باید سپریت بشه. پس ببین چی میگیم در این ساحه؟
فانکشن میل، پارامتر اول تو، پارامتر دوم سابجکت، پارامتر سوم مسیج، پارامتر چهارم هیدر و شکل استرینگ تایپ میکنین. تا جایی که یادم است کیس سنسیتیو هم نیست، فقط بیشه کیبورد ها رو نشته میکنین، فقط نمیکنه که با حروف نشته خود نشته یا با حروف کلان. فرام ایمیل از جانب کی سند میشه؟ دقیقاً ایمیل نه، ایمیل ها هستی که خود شخص تایپ کرده، ایمیل خودش رو میگیریم و در اینجا کانکاتنیت میکنیم. بعداً باید چی نشته کنم؟ /r/n این سپریتر بود دیگه. و اگر خواسته باشین میتونین که سی تعیین کنین و ایمیل برای چند آدرس دیگه هم چی بکنین سند بکنین، اختیاری است دیگه نه. و همچنان اگه خواستین میتونین که از چی استفاده بکنین؟ BCC هم استفاده کنین یا از یکشون استفاده کنین دیگریش استفاده نکنین دیگه نه. و طور مثال من میخوایم که تمام دیپارتمنت ها مطلع شوند که کاپی از ایمیل به دیگه دیپارتمنت ها هم رفته، پس یک کاپی رو به چی روان میکنیم؟ به CC، یک کاپیشو به hr@yahoo.com، چون دوستان یاهو گفته که من یاهو میگم دیگه. و این خب فیلد CC هست، یک ایمیل رو تایپ کردم، دیگه ایمیل هم اگه میخوایم دستی قرار بدم توسط کامه از هم جدا میشه. یک کاپی او به مثلا دیپارتمنت چی بره؟ مالی، فایننس بره، finance@yahoo.com نه، اما وبسایت یا اون شرکتی که هست چندین ایمیل ها رست داره. حالا وقتی که ایمیل به دیپارتمنت بره، این دیپارتمنت HR میبینه که بر علاوه که به دیپارتمنت سند شده و فایننس هم سند شده، این فیلد CC است. و اگه خواسته باشه میتونید ایمیل ها رو در چی قرار بدین؟ در فیلد BCC تا هر کسی که ایمیل بهش سند نمیشه مطلع نشه از اینکه ایمیل دیگه به کدام اشخاص سند شده. موضوع واضح است براتون؟ سوال ندارین؟ بسیار میتونین استفاده کنین. دقیقاً نه ضرور که نیست دیگه. اینا شما اگر میخواین که ایمیل ها از فقط برای یک نفر سند بشه که او رو در تو مشخص کنین و نه CC میگین و نه BCC، ولی اینا اگه خواستین که کاپی رو به کسی گران کنین باز تصمیم بگین که آیا ببینه، مطلع بشه، بفهمه که ایمیل برای کی رفته یا نفهمه. پس اگه براتون فرق نمیکنه، این موضوع پنهان نمیکنین، مخفی نمیکنین، ببین در CC نوشته کنین دیگه. پس میگم مثلا به ایمیل ahmad@yahoo.com هم سند بشه، به ali@gmail.com هم سند بشه، هم قسم ایمیل های مختلف. و اگر نمیخواین که اشخاص یکی به دیگری خبر شون مطلع شون، بس BCC و میشه که از هر دوشون استفاده کرد. کاپیش به CC و BCC به دو نفر روان میکنین، دو نفر مطلع بشن، ولی یک کاپیش مخفیانه میخوام به کی روان کنم؟ به رئیس روان بکنم و دیگه ایمیلی که به رئیس فرستاده میشه نباید که دیگه اشخاص ایمیل رئیس رو هم ببینن. درست؟ پس BCC میگم برای boss@yahoo.com برای هم سند بشنه. اینا فیلد BCC رو دیگه یوزرها باز نمیبینن دیگه نه که به کدام شخص سند شده. خب سوال ندارین؟ بسیار فیلد CC و BCC رو برمیدارم و ایتان نره که سپریتور رو بین CC، BCC و فرام را /r/n قرار بدین دیگه نه. اگه نه باز کلشون یک ایمیل خوانده میشه و اشتباهه دیگه، ایمیل برای هیچ کدامش هم سند نمیشه. حتما این رو سپریت بکن. خب ما اینجاست که یک موضوع بسیار مهم، یک موضوع سکیوریتی دوباره در وبسایت شما پیش میاد. چون شما میدونین ایرا گفتیم براتون که هر وقت قیمت ها رو مستقیما از یوزر بگیرید و اونجا هم چی وجود داشته باشه؟ یک اوپن فیلد یا یک اوپن باکس وجود داشته باشه که یوزر هر چیزی که خواسته باشه میتونه در اون تایپ بکنه. این همیشه چی است؟ یک تهدید امنیتی هست، یک خطر هست نه. و میالم این فرم ایمیلی که ما ساختیم سکیور نیست، ایرا میشه چی کرد؟ ایمیل اینجکشن کرد. یکی از طریقه روش‌های هک کردن وبسایت ها از طریق ایمیل راست ایمیل اینجکشن هست. میشه اینجکت کرد، تزریق کرد، بهش چیزی اضافه کرد، کم کرد. بسیار خوب، بعد رو ببین که مشکل از کجاست. تا اینجا سوال نداریم؟ فعلا در ظاهر خب دیگه کدام تغییر تفاوتی نمیاد دیگه. ahmad@yahoo مشخصات داده بودیم، ایمیل سند میشه. ولی این دفعه چه پیشرفتی، چه تغییر در کد ما با وجود آمد که ایمیل آدرس شخص گرفتیم و در فرام قرار دادیم. پس من فکر کنم ایمیل وقتی که به info@yahoo.com بره و اون شخص بره این باکس خود باز کنه بهش نشان میده که ایمیل از جانب کی فرستاده شده، کسی که ایمیل خود تایپ کرده، و اگر ریپلای کنه هم چی میشه؟ پس به این نفر فرستاده میشه. این موضوع است. خب اما دیگه از چی استفاده نکردیم؟ نام شخص کدام جای بود که در ایمیل قرار بدیم؟ تو سابجکت، مسیج، CC، BCC، فرام، اینش چیز شد نه؟ ولی در هیچ کدام از اینا شما میتونید که نام شخص قرار بدین؟ نه در سابجکت، نه در فرام میشه، نه در CC، نه در BCC، نه در تو. در هیچ جایی تو فانکشن میل PHP یک بخشی رو نداره که شما نام شخص قرار بدین. پس مثلا او رو در کجا قرار بدین؟
این تو که نمیتونیم بانیم نه چون ایمیل ها رس است. در فرام و سی سی و بی سی سی هم که مانده نمیتونیم چون ایمیل ها رس است و نباید رس ها غلط بشه. اما مسیج و سابجکت خب مشکل نداره دیگه. دقیقاً میشه که در سابجکت اضافه کنیم که خیلی هم جالب نمیاد، این خب عنوان است، ولی اگه در مسیج اضافه کنیم بسیار هم خوب است. یا در ابتدای مسیج یا در انتهای مسیج اضافه کنیم که اگر رسمی هم باشه میتونیم در کجا اضافه کنیم؟ در انتهای مسیج اضافه کنیم. پس بعد از مسیج ایره کانکاتونیت میکنم همراه چی؟ کانکاتونیت همراه واریبل نیم. بازی کم در ذهنتون تصور کنید چون دیگه متاسفانه آوتپوت نهاییش براتون نشون دادن نمیتونم. تصور کنید اون شخص نشه هلو مسیج از کل گپا و در آخر چی میاد؟ نام شخص میاد. یعنی آخرین جملهش که ختم بشه بلافاصله نامش میاد. این خود خوب نیست دیگه نه. این باید خط پایین بیاد جدا بشه. پس چی میکنین اینجا؟ وی جالب است. اصلاش بیار اضافه میکنیم. این خب باز ایمیل وقتی سند میشه در این باکس او جانب مقابل خود تکست است. باز مثل اون حالت براتون نشان بیار نشان میده. او خود دیگه HTML نیست. \rn ولی \rn نمیگین. صحیح؟ آر به خاطر است داخل فایل ها ذخیره بشه. اگه این تر را داخل فایل در ویندوز ذخیره \r/n. شکست خط همیشه در پروگرامینگ چی هست؟ n مثل که \t داشتیم نه تب \n همیشه شکست خط ایجاد میکنه چون ما این رو ذخیره نمیکنیم داخل یک فایل نه، این فقط نمایش داده میشه. این درست شد \n. و اگه خواستین او دیگه میل خودتون یک لیبل هم اضافه کنید که نیم مساوی بر این نام هم همراهش کانکاتینیت بشه. این بهتر شد دیگه. \n یک خط میشکنه، دو \n دو خط میشکنه، 3 دانه 3 خط میشکنه. هر تا خواستین اضافه بکنید درست. چون ممکنه شما بخواید یک خط خالی هم به وجود بیارید نه یک اسپیس سفید هم به وجود بیارید. این موضوعات شاید فعلا اونقدر براتون بسیار جالب هم معلوم نمیشه ولی ان شاء الله بخواید که شما کار بکنید یک وبسایت بازم که همین نکات کوچک چقدر در تامین رضایت مشتریتون تاثیر داره نه که وقتی ایمیل سند میشه برایش میگه که نام در پایین قرار بگیره یا یک خط جدا بشه یا نشه یا چه قسم. بسیار خوب سوال نداریم. اینا از کل بخش ما استفاده کردیم. نام شخص در انتهای پیام آوردیم، ایمیل شخص در فرام قرار دادیم، سابجکت هم که خود پارامتر است، مسیج هم خود پارامتر، موضوع فانکشن میل اینا مکمل به پایان رسید درست. حالا اگر شخص اینجا نام خود تایپ کنه میگم ایمیل، یک بار دوباره شکلش براتون میگم جاب ریکوست یا نه اصلا من نمیگم شما بگین this is some text و اینا من سند میکنم. بگین در جانب مقابل ایمیل چرا هم دیده میشه؟ یعنی this is some text باز automation name احمد نه دو \n یک \n رفت به خط بعدی باز \n رفت به خط بعدی. یعنی وقتی که شخص اینباکس خود باز بکنه ایمیل رو بخونه یک چنین چیزی معلوم میشه. دیگه ادامه بدین. دیگه چی؟ در اینباکسش نشون میده که ایمیل از جانب کی سند شده؟ ahmad@yahoo. و در قسمت شما میدین که اینباکس خودتون که باز میکنی ایمیل ها رو که میاره اول ایمیل ها فرستنده است و بعد چی است؟ سابجکت است نه عنوان است. نشون میده که این یک جاب ریکوست است. باز اگه شخص بالا کلیک کنه اما ایمیل باز میشه. در انتها بدین یک چیز تصور کنید که وقتی بر جانب مقابل به اینباکسش سند میشه این را نشون میده که ahmad@yahoo.com باز اینجا پیشش نشون میده جاب ریکوست و تاریخ رو هم میاره. او اتوماتیک است نه کار خود سرور است. وقتی که بالا کلیک بکنین باز اون ایمیل براتون باز میکنه اوپن میکنه مثل که خودتون ایمیل های یاهو و گوگل تانا چک میکنین. خب تا اینجا سوال نداریم؟ بسیار خوب. این موضوع به پایان رسید. فانکشن میل بود با جزئیاتی که داشت باریکی‌ای که داشت براتون گفتم. فقط یادتون باشه که همه چیز تکمیل شده ولی سکیور نیست نه این هنوز سیو نیست. چطور سکیور نیست؟ ببینید من اینجا میام تایپ میکنم به قسمت ایمیل ها رسید نه صفحه قبلی هم تایپ شده هنوز اینجاست. تایپ میکنم ahmad@yahoo.com. این در کجا قرار میگیره؟ ahmad@yahoo.com در فرام قرار میگیره نه. همین چیزی که از باکس ایمیل برای ما سند شده گرفتیم در واریبل ایمیل ذخیره کردیم و اینو کجا کانکاتینیت کردیم؟ در پارامتر چهارم هیدر در فیلد فرام. خب اینال من اگر یک شخصی باشم که کمی از این موضوع سررشته داشته باشم یک هکر باشم و بخوایم که هک بکنم پس میتونم نوشته کنم \r\n چرا که من میدونم که در فانکشن میل امی سپریتور هست دیگه نه و تایپ میکنم cc دو نقطه اینجا ایمیل تایپ میکنم مثلا تایپ میکنم که another@yahoo.com باز کامه another1@gmail.com منظورم که یک چند ایمیل ها رو تایپ میکنم دیگه نه ecc باز اگه بخوام bcc هم اضافه کنم \r\n bcc هم تایپ میکنم. خب یعنی چی چیزی که من تایپ میکنم؟ خوب دقت کنین هر آن چیزی که داخل تکست باکس تایپ بشه ما این رو گرفتیم پس من میره برمیدارم و این در کجا اساین شده؟
در واریبل ایمیل اساین شده. واریبل ایمیل در فرام کانکاتنیت شده. پس قبول داره هر چیزی که در باکس تایپ بشه اینجا قرار میگیره. پس ما هم چیزی که در باکس تایپ که اینجا پیست کردم. یعنی این حالت میشه که بعد از اجرای کد به وجود میاد. شد from ahmad@yahoo.com این ایمیل آدرس خود شخص است. \r/n cc این ایمیل آدرس. آیا به نظرتون کاپیش به می دو ایمیل سند نمیشه؟ پس اینال خود یوزر تونست چی رو تعیین بکنه که ایمیل بر علاوه که ما گفتیم تو و کی سند میشه این رسمی است آفیشیال میتونه این را چی کنه ریدایرکت کنه این تغییر مسیر هم بده برای که به اون نفر سند میشه این به چند نفر دیگه هم سند بکنه. متوجه هستین؟ و ایمیل از جانب کی سند میشه؟ این ایمیل از جانب سرور شما سند میشه. پس اگر اینجا ایمیل روان کنه برای یک کس دیگه و بسیار گپ های بد و رد برای اون شخص بگه ایمیل از سرور شما سند شده. متوجه هستین؟ و مسئولیتش مربوط شما میباشه. یا میتونه اعتبار وبسایت کمپانی شما رو زیر سوال ببره از جانب وبسایت شما برای وبسایت اما پارتنر شما یا همکار شما یا برای رقیب شما یک ایمیل سند بکنه و اونجا زیاد گپ‌های مختلفه برش بگه. متوجه شدین چه اتفاق میفته؟ شخص میتونه که در اینجا بر علاوه که ایمیل آدرس خودش رو تایپ میکنه به همین سینتکس رعایت کرده و چند ایمیل آدرس دیگر هم تایپ بکنه. خب این در فرام قرار میگیره و بعدم این ادامهش میره و ایمیل به چندین نفر دیگه هم سند میشه. ما باید چی کنیم بر جلوگیری از این؟ نباید که تایپ شده بتونه دقیقاً کافیه شما همین بکسلش را اجازه ندین. خب ما یک کد میتونیم نوشته کنیم که صرفاً همین بکسلش را چک بکنیم. بگین اگه یادتون مونده این کد چطور میشه؟ صرفاً شما بکسلش را اجازه ندین در ایمیل. چون در ایمیل شما میدونید که بکسلش تایپ شده نمیتونه دیگه. در ایمیل الفابت حروف بوده میتونه، اعداد بوده میتونه، اندرسکور دات بوده میتونه، ولی دیگه در ایمیل آدرس بکسلش بوده میتونه. این کاراکتر غیر مجاز است نه؟ خب این را چطور چک میکنین که وجود داره یا نداره؟ بله؟ والیدیشن با جاوا اسکریپت او که میشه کلاینت سایت والیدیشن. اگه در پی اچ پی هم این کد بگین خیلی کوتاه که میخوام اینو یادتون است. یک فانکشن رو ما شما خواندیم چندین درس بیشتر در تاپیک استرینگ چی بود؟ آفرین استیار. چطور سرچ میکنین در یک استرینگ در یک جمله و دنبال یک حرف یک کلمه چطور میگردین؟ سرچ کنیم در بین یک استرینگ در بین یک تکست. اگه جاوا اسکریپت هم یاد داریم بگین قبول است. آفرین اسمت جان بگین چون اون دفعه هم گفته بودین. شما هم گفتین اون دفعه ایندکس آف در جاوا اسکریپت متد ایندکس آف بود. همین متد در پی اچ پی چی است؟ استیار؟ استیار؟ آفرین استیار پوز نه؟ اینجا بهش میگین که در کجا در ایمیل و دنبال چی بگرده و دنبال بکسلش بگرده. پس اگه پیدا شد چی میکنه این فانکشن؟ ترو فالس بازگشت میده؟ مثل ایندکس آف در جاوا اسکریپت پوزیشن مکانش هم میاره. پس شرط میمونه دیگه اینا رو بر خودتان میگم بر مهارت خودتان که اگر این بزرگ از چند بود بزرگ از 0 بود دیگه نه. بس این چی است؟ یعنی بکسلش وجود داشته نه و اگر وجود نداشته باشه چند براتون میاره فالس بازگشت میده یا 0 بازگشت میده. یعنی مکان موقعیتش میاره. ایمیل است اگه شخص اتو ahmad@yahoo.com بعد بگه بکسلش اور بکسلشن بکسلش حرف چندم است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تقریبا بکسلش 18مین حرف است نه. پس استیار پوز براتون 18 میاره. پس این 18 بزرگ از 0 است موجود است دیگه. شد؟ برای این میگم برای اسکیل مهارت پروگرامینگ خودتون میگم کدینگ دوست داشتیم به همین روش هم چک کنیم سیس میشه. ولی در پی اچ پی راه ساده‌تر برای بهتر براتون میگیم دیگه. در پی اچ پی ما فیلترها را داریم. اگه بخوایم والیدیت بکنین از طریق پی اچ پی که ما میگیم والیدیشن را از طریق پی اچ پی انجام نمیدیم. والیدیشن باید چی باشه؟ کلاینت سایت از طریق جاوا اسکریپت انجام بشه. ولی بعضی چیزا اهمیت بسیار زیاد داره مثل همین ایمیل آدرس ها که نمیشه از طریق پی اچ پی هم والیدیشن کرد و پی اچ پی به این خاطر بعضی فیلترها را داره. یکی از اون فیلترها فیلتر چک کردن درست بودن ایمیل است. پس از اون طریق میشه ما این کار انجام بدیم. فانکشنی که به این خاطر وجود داره فیلتر اندرسکور وار هست. این بیلت این فانکشن در خود پی اچ پی دو پارامتر داره. پارامتر اول ولیو یا واریبل یا قیمتی که میخواین فیلتر کنین و پارامتر دوم تایپ نوعیت فیلتر است که میخواین اجرا بکنین. چرا که در پی اچ پی فقط فیلتر ایمیل نه که فیلترهای دیگه هم داریم. اینا رو باید مشخص کنیم. پس بگیم ما چی رو فیلتر میکنیم؟ ایمیل را دیگه نه. پس اینجا واریبل ایمیل را برش میدم. چه نوع فیلتری را اجرا بکنم؟ فیلتر اندرسکور
validate underscore email. این کانستانت است، این ثابت است، درست؟ این رو باید از یاد بکنین. ها تمامش با حروف بزرگ تایپ میشه و توسط اندرسکور هم جدا میشه. این استرینگ نیست، داخل دبل کوتشن قرار ندین. این به دل خودی رو تایپ نکردیم دیگه، نه؟ این پری دیفاین هست، از قبل معرفی شده. فیلتر اندرسکور ولیدیت اندرسکور ایمیل، یعنی چی کنه؟ بالای واریبل ایمیل فیلتر ولیدیشن ایمیل را چی بکنه؟ اجرا بکنه. انالی فانکشن چی براتون بازگشت میده؟ بولیان بازگشت میده، ترو فالس. این فیلتر اجرا میکنه، میبینه اگر مچ کرد درست بود ایمیل راست و ترو بازگشت میده، اگر نبود فالس بازگشت میده. بقیه کد ها رو دوستان از شما بشنوم. چی میگین؟ بعضی که فیلتر کردیم یا ایمیل درست است یا که غلط است دیگه، و ایمیل غلط است که دو از چی صفر شده باشه؟ بکسلش. یعنی نه تنها که بکسلش رو چک میکنه، این دیگه چیزا هم چک میکنه دیگه، نه؟ این درست بودن ایمیل رو میبینه که در ایمیل لتر حروف بوده میتونه، نمبر اعداد بوده میتونه، اندرسکور دات بوده میتونه، ولی هر چیز دیگه بکورد سلش فورورد سلش سوالیه نداییه ایگه خود ایمیل بوده میتونه، کل اینا رو چک میکنه دیگه. اگر ایمیل نادرست باشه فالس بازگشت میده. بگن دیگه اف خود این ترو فالس بازگشت میدنه. پس تمامش داخل چی میگیریم؟ براکت ایف میگیریم. بله اینی صحیح است که ما ایمیل سند کردیم، پس قبل از اینکه پیش از اینکه ایمیل سند بشه ما چک کردیم که ایمیل درست است یا غلط است. خب اگر درست بود ترو ایمیل سند میشه، else یعنی ایمیل چی بوده؟ نادرست بوده، یعنی احتمال همین چی وجود داره؟ هک کردن دیگه، نه اسکیل ایمیل اینجکشن بکسلش تایپ شده. پس اینجا چی کنیم؟ صرفا یک مسیج نشان بدین دیگه، نه بگین که غلط است، ایمیل راست نادرست است. پس رنگ سرخ میسازیم، پس CSS بگین که incorrect ایمیل آدرس، ایمیل آدرس نادرست است. ببین در این حالت ایمیل سند میشه، در این حالت ایمیل سند نمیشه. گرفتیم؟ مثلا ببین اگه من تایپ کنم و کوشش کنم که همون قسم ایمیل اینجکت بکنم، یعنی بر علاوه که ایمیل هست خودم تایپ میکنم بکسلش آر بکسلش ان سی سی بی سی سی دیگه مسائل اضافه کنم، اینا اول چک میکنن که ایمیل چی است؟ نادرست است. شما دیدین که یک لودینگ با وجود بیاد کوشش کنه که سند کنه، اصلا سند نکرد دیگه، راستن آمد و شرط فالس شد، گفت که ایمیل نادرست است. ولی ایمیل درست تایپ بکنیم پس آوتپوت و فانکشن هم چی میشه؟ ترو میشه. بله و کوشش میکنه که ایمیل سند کنه. میبینین یک لحظه تو ترای کوشش کرد و بعد که ایمیل سند نمیشه، خب مشکل از لوکال هاست است دیگه، نه که با اینترنت کانکت نیست مثلا. گرفتین؟ پس سکیور کردن این هم اونقدر مشکل نیست، خیلی هم ساده است. فانکشن به نام فیلتر اندرسکور وار است، کدام واریبل رو فیلتر میکنین و چه نوع فیلتر را اجرا میکنین. و جز فیلتر ایمیل، فیلتر اعداد صحیح اینتجر، فیلتر اعداد اشاری فلوت، فیلتر آی پی آدرس و فیلتر یو آر ال را هم ما داریم که در ادامه بازو رو میبینیم. از تاپیک ایمیل و سکیور ایمیل به پایان رسید. فیلترها تاپیک بعدی است. سوال نداره؟ 100% سکیور عالی هست دیگه. از لحاظ ایمیل 100% سکیور است، ولی اینا مثلا اگر ما برای لاگین و دیگه مسائل کار کنیم کوگاپای دیگه میشه. از لحاظ ایمیل ولی 100% سکیور است که خیالتان راحت، چرا که اینجا ایمیل نادرست که شخص تایپ کردن نتونه، پس نمیتونه که چی اضافه کنه. اگر فعلا بریم تایپ کنم ahmad@yahoo.com باز اینجا کامه بتون، حتی در ایمیل کامه رو قبول میکنه؟ نمیکنه. اگر اینا ادامه بدم به یک شکل دیگه ایمیل آدرس نوشته کنم، بازی او قسم میشه که ایمیل اینجکشن کنه، کپی رو بعد دیگه ایمیل سند کنه؟ نه دیگه، چرا هر دوی رو چی میشناسه؟ یک ایمیل قبول میکنه دیگه، نه پس این هک نمیشه، این کپی رو بعد دیگه کس سند نمیکنه. این از لازم ایمیل بگین 100% سکیور است. نه غیر از دیگه کدام راهی نیست برش دیگه. اگر فقط هکر نتونه که می بکسلش آر بکسلش ان تایپ نتونه که بکنه، خطری نیست دیگه. درست که بکسلش آر بکسلش ان تایپ کرد خطر هست، میتونه که سی سی و بی سی سی رو هم خود هکر تعیین کنه. نه حالا که میرم میگیم کلا رسیور ای که ایمیل برای کی سند میشه، یکی تو است، یکی سی سی و یکی بی سی سی دیگه. نه یعنی سه جای ما آدرس تعیین میکنیم که ایمیل برای کی بره. یکی اینا رو هم خود یوزر باید بتونه تعیین کنه. نه تو را باید بتونم من تعیین کنم. وقتی من میخوام ایمیل روان کنم به وبسایت شما داخل شدم، ایمیل روان میکنم، خودم تعیین کنم به کی روان میکنم. خب من به دوست خود روان میکنم، صفی خود روان میکنم. میخوام نه ایمیل من به وبسایت شما داخل شدم، پس باید ایمیل به وبسایت شما روان بشه. سی سی و بی سی هم همین قضیه است دیگه که کپی ایمیل یعنی یک دومی سند میشه دیگه. نه یعنی هر سه اینا آدرس های گیرنده ها هستن. رسیور ایمیل از وبسایت وقتی سند شد به می سه بخش سند میشه. یکی از اینا رو هم نباید بتونه چی تعیین کنه؟
یوزر تعیین کنه. نه یوزر تعیین که بیا هکی هک میشه. چرا هک میشه؟ به خاطر که هکر تانست کار رو انجام بده که نباید میتونست انجام بده. سوال خوب پرسن که اینا یادم من بهتون زیاد مثلا پرسان میکنن آل خیر است بگی نمیره اصلا هک چی است؟ که قدر هک میگیم نه که میخوایم یادتون باشه. چرا همین که زیاد اوقات میشیم هک فرام باید ما میه که مثلا پسورد است فقط نه، ولی شما میدونید که هک صرفا پسورد نیست یا هک فقط این نیست که شما از یک جای نفر دیگه لاگین شوین. نه، هک به معنای چی است؟ حمله کردن. حتی حمله کردن هم نیست. تو نگین که بسیار خشونت نداره که عملاً اون نفر حمله کنه. نه، بسیار آرام هک میکنه. بگین اسم جان؟ دزدی هم نیست معناش. نه، چون یک وقتی شما اصلا چیزی رو دزدی نمیکنین. بگین معناش چی است؟ هایی که اسایمنت باشه کارخانگی بالش فکر بکنین. میگم بهتون یک چی داره بسیار زیباست. به نظر زیاد نیره مطالعه کردیم دیدیم این و هک که واقعا چیه. یعنی شما از یک سیستم طوری استفاده بکنین که اون سیستم با او جور نشده باشه. متوجه هستین؟ بهترین و مکملترین جامعترین تعریف هک کردن امی است که شما از یک سیستم طوری استفاده کنین که اون سیستم با اون کار جور نشده باشه. ایناله وقتی شما در فیسبوک داخل میشین خب باید یوزر پسورد تایپ بکنین. پس اگر شما بدون تایپ کنین یوزر پسورد یا یوزر پسورد کسی دیگر رو تایپ کنین و داخل شین پس هک کردین دیگه. نه اینجا اگر ما میگیم که شخص باید به یک صفحه حتما لاگین کنه تا دسترسی داشته باشه. درس روز قبل ما شما آیا یک صفحه رو نمیشه مستقیما تایپ کرد باز کرد نامشو بدین در یورل باز میشه. پس اینال ما غیر مجاز از او استفاده کردیم. اینا هم مثالای کامپیوتر است. شما اینو در نظر بگیرید. مثالی که در کتاب‌های انگلیسی براتون میاره است یک موتور چرا هم روشن میشه؟ چرا هم چالان میشه؟ سلف داره دیگه نه کلید داره. سلف میزنین روشن میشه. دیدین که در فیلم‌ها دزدا چرا هم موتور روشن میکنه؟ دو کیبل است نه دو سیم است دو لاین است او رو به هم میزنه بدون کی روشن میشه. اما هم دقیقاً بر هک میگنه چون قرار است که موتور همراه سلف روشن بشه ولی اون اگه شما دو سیم رو بگیرین و دو لاین رو به هم بزنین اون هم روشن میشه دیگه. اون یک نوع هک است در حقیقت. متوجه شدین؟ هر نوع استفاده از یک سیستمی که اون سیستم به اون خاطر دیزاین نشده باشه میتونیم بهش هک بگیم. ایناله پس اینو چرا براتون گفتم؟ این چطور است که ما میگیم ایمیل هک میشه؟ یعنی ایمیل خود کمپانی هک میشه، اینباکس ما هک میشه، پسورد ما رو اون نفر پیدا میکنه. فقط ما داریم میگیم که یوزر نباید بتونه رسیور را تعیین کنه. نباید بتونه بگه که من ایمیل به کی سند میکنم، نه تو نه سی سی و نه بی سی. پس اگر هکر تانست یعنی اون یوزر تانست که تعیین کنه که ایمیل به کی سند بشه و هک کرده در حقیقت دیگه نه اون چیزی که ما تعیین کردیم به اون شکل استفاده نکرد به شکل دیگه استفاده کرد. گرفتیم منظوره که میخوام یادتون باشه که هکینگ بسیار وسیع و گسترده است دیگه نه فقط صرفا دزدی کردن پسورد لاگین دیگه نیست. بسیار متنوع و وسیع است. خب تا اینجا اگر سوال داشته باشین بسیار این تاپیک ایمیل بود. موضوع به پایین رسید. تاپیک سکیور ایمیل است. میبینید این روش منم چی یاد میکنه؟ ایمیل اینجکشن در دیتابیس باز بعد میخوانیم برام اس کیو ال اینجکشن. این دیدین که ایمیل سوال پرسیدن من فهمیدم که اون قدرم خطرناک نیست. نه ایمیل اینجکشن و فقط به جای ایمیل به یک نفر سند بشه کپی و به یک نفر دیگه هم سند میشه. نه به هر حال پسورد یا از اون ایمیل خصوص استفاده کردن نمیتونه ولی به هر حال یک نوع هک شد. اما اگه بعداً ببینید اس کیو ال اینجکشن و بسیار خطرناکتر است. نه چون شخص میتونه یوزرنیم و پسورد دیتابیس شما رو به دست بیاره. میتونه یک چیز در تیبل شما اضافه کنه اصلا مکمل یک تیبل دیلیت کنه حذف بکنه از بین ببرن. اس کیو ال اینجکشن که در تاپیک بعدی در بخش دیتابیس میخوانیم و بسیار خطرناکتر است. بسیار خب سکیور ایمیل اگه خواستین که ایمیل را این فرم سکیور باشه پس میتونین که چی بکنین؟ توسط فانکشن فیلتر اندرسکور وار چک کنین اول که ایمیل راست درست است یا غلط است. اگر درست بود که خب ایمیل سند کنین، نبود ایمیل سند نکنین. سوال ندارین؟ پیش از اینکه تاپیک ایرر و اکسپشن رو بخوایم بیاین کامل تاپیک فیلتر را مکمل بخونیم که دیگه تکمیل بشه چیز از این باقی نمونه. سوال نیست؟ این مثال با پایین راسته این کد رو دیلیت میکنم. فیلترها در PHP به دو نوع هستند. یکی فیلترهای والیدیشن است و یکی فیلترهای سانیتایزیشن. والیدیشن از نامش پیداست، ولید، معتبر، درست، صحیح. والیدیشن یعنی پروسه اعتبار سنجی که ببینیم درست است یا غلط است. و در این حالت فانکشنی که ما ازش استفاده کردیم چی بود؟
filter underscore var این براتون چی ریترن میکنه؟ بولیان. اگه درست بود true که نبود false براتون بازگشت بده. اما sanitize به اون چی هست؟ اصلاحات آوردن، تغییرات آوردن، changes. فانکشنی که استفاده میکنین دقیقاً همین فانکشن است filter underscore var، ولی این باز دیگه بولیان براتون ریترن نمیکنه صحیح یا غلط true false، بلکه چی میکنه؟ change، modify یا قیمتی رو که برش میدین دو تغییرات رو میاره. شاید منظور واضح نشده باشه، اینا رو میبینین منظور. خب عموما چه چیزایی رو در PHP میتونید شما فیلتر بکنین؟ اینتجر، اعداد صحیح، فلوت، اعداد اعشاری، دیگه چی را؟ ایمیل آدرس را، URL را، URL یعنی همین آدرس های خود اینترنت http www.yahoo.com URL آدرس صفحات اینترنتی را و IP آدرس را. این چیزایی است که بسیار مهم شما میتونید ایمیل فیلتر بکنین اینا را. برای هر کدام اینا فیلترهای والیدیشن هم موجود است که درست و غلط بودنشان رو چک کنین. یعنی تو ساده براتون بگم فیلتر والیدیشن برای چک کردن استفاده میشه و مخصوصا برای هر کدام اینا فیلترهای چی هم وجود داره؟ سانیتایزیشن که رو چی بکنین؟ کارکت، اصلاح بسازین، درست بکنین. و هر دو نوع فیلترها را از طریق یک فانکشن فیلتر اندرسکور وار اجرا میکنین. پارامتر اول میشه واریبل یا اون دیتایی که شما میخواین اون رو فیلتر کنین. پارامتر دوم نوعیت فیلتر که اینجا شما تعیین میکنین که فیلترتون از چه نوعی باشه، والیدیشن یا سانیتایزیشن، و چی را فیلتر کنه، ایمیل را، نمبر را، عدد اعشاری، عدد صحیح. یادم رفت که این مثال هم نیاز به چی داره؟ یک فرم خدا داره، یک اینترفیس داره که یک چیز تایپ بکنه. و به این مثال بسیار ساده یک فرم مثلا فقط یک فرمی باشه، میتود خب قدر اهمیت نداره، پست که یک باکس صرفا داشته باشیم. input type text name data و هر فرم یک سمی بتن ضربه داره ولی سنت. خب فعلا به این که ما از یوزر بخوایم که اینجا چی تایپ بکنه، یک ایمیل آدرس درست را تایپ بکنه، صحیح؟ و اگه ایمیل آدرس غلط بود صرفا شما بگین غلط. مثال بیشتر شد دیگه، بگین ببینم یاد گرفتین یا نه. فقط چک کنید ایمیل درست است، آوتپوت باشه اوکی، که ایمیل غلط بود نوکی افس پست دیتا دیگه. بله ای را بگیرین، ذخیره میکنین دلتان. اگر مستقیما استفاده میکنین میل هر قسم دوست دارین دیگه. کاندیشن ای فانکشن فیلتر اندرسکور وار. چرا فیلتر میکنین؟ دیتا را. کدام فیلتر را سرچ رن میکنین؟ فیلتر اندرسکور والیدیت اندرسکور ایمیل. اینجا بسیار به دقت نوشته کنین، اشتباه نشده است. چون یک تایپ یک نوع والیدیشن شد دیگه، نه والیدیشن ایمیل او هم از نوع چی است؟ درست و غلط. یعنی آیا ایمیل اگر اشتباه باشه او رو جور میکنه، اصلاح میکنه؟ نه، فقط درست بودن یا نادرست بودنش میبینه. بسیار خب اگه درست بود که نبودی دیگه. مثلا که سریع خواسته کار کنید اما تو بسیار به حوصله اوکی نوکی سیز. خب بسیار بس دیگه. ایمیل آدرس البته این قسم نه او شکل تایپ بکنم اد ساین داش اد ساین نداشته باشه بکسلشی. همین یک ایمیل آدرس است، اصلا ایمیل آدرس نیست دیگه. بعدن چی میگه؟ نوکی. چک کرد درست بودن یا غلط بودن. چرا غلط بود فالس اومد، ایف اجرا نشد، الس اجرا کرد دیگه. ولی اگه ایمیل درست باشه ahmad@yahoo.com این ایمیل آدرس چی است؟ درست است دیگه. نه صرفا درست بودن یا غلط بودن. این که بعدن در اون مثال شما چی میکنید مربوط شما میشه دیگه. کدام ایمیل سند میکنید، یه اجازه میکشه لاگین کنه. فقط موضوع تاپیک فیلتر است که ما چطور فیلتر رو انجام بدیم. این برای ایمیل. این فیلتر دیگه چه کنیم؟ فیلتر چی باشه؟ مثلا فیلتر آی پی باشه. دیگه کدا که میده هیچ تغییر نمیکنه دیگه. اون فرم است، نامش دیتا هست، نام اون تکست باکس متد پست هست، همون گپا. و ببین که فانکشن این فیلتر اندرسکور وار فقط نوعیت فیلتر رو تغییر دادم. فیلتر اندرسکور والیدیت آی پی. این دفعه آی پی آدرس درست چک کنیم. یک آی پی آدرس هست؟ نه، آی پی آدرس فرمت بسیار مشخص داره، 4 اکتت است و هر اکتتش بین چند بوده میتونه؟ 0 تا 255 بوده میتونه. مثل ایمیل آی پی آدرس کلاسیک زیاد مشهور است دیگه. نه این قسم یک ایمیل آدرس یک آی پی آدرس درست است دیگه. نه حتی اینو ببینید صرفا نمیبینه که 4 بخش باشه. آی پی آدرس میتونه یک قسم باشه. چه زودتر نگفتین از کجا میدرسیم ما چی میخوایم تایپ بکنم؟ آزارتان بدم ممکنه اقسام تایپینگ خود درست است. اما شما منظور مرا فهمیدین دیگه. نه یعنی منظوری است که از رنج هم بالا بریم. آخرین عدد دیگه 255 بودن میتونه. اینا دیگه مطابق فرمت آی پی آدرس هست.
4 اکتید است، دات سپریت شده، اما دیگه این از رنج آی پی خارج است دیگه. بسیار میبین اگر قرار بود که ما کد نوشته کنیم چقدر باید کد نوشته میکردیم؟ زیاد دیگه نه، حداقل چند کاندیشن؟ 8 کاندیشن، حداقل 8 ایف باید نوشته کنیم که اون 4 اکتید است. اول رو اسپلیت کنیم ببینیم که هر اکتیدش باشه، واسه چک کنیم که هر اکتیدش بین 0 تا 255 باشه. زیاد کد میشه که فیلترها در پیشی بسیار مفید هستند. خب فیلتر چی رو ببینین؟ عدد صحیح رو ببینین. فیلتر اندرسکور والیدیت اندرسکور INT. اما قسم است یا یک کلمه نمبر هم با خود داره، یعنی تو این بین همین فیلتر والیدیشن سانیتایزیشن فرق میکنه. میره اینجا ببینم برین در قسمت پایین کمی لیست مکمل شو براتون بیاره، چون در اینجا نیست انواع مختلفش نآورده. در پیش رفرنس بین در بخش فیلتر ما اینجا انواع مختلف فیلترها براتون میاره. اینجاست والیدیت INT، validate float، validate boolean. بس اوکی در والیدیشن اما قسم است فیلتر اندرسکور والیدیت INT. پس چک میکنن که عدد چی باشه؟ عدد صحیح باشه، عدد اعشاری نباشه. صحیح است حالی؟ غلط است دیگه معلوم دار. اگر عدد صحیح باشه صحیح است. او دیگه رنج چک نمیکنه چند باشه، مثلا عدد صحیح باشه، تام باشه، پره باشه، صحیح اعشاری نباشه. و اگه بگم فیلتر اندرسکور والیدیت فلوت مطمئن دیگه اعشاری بودن چک میکنن دیگه نه. خواهینا دیگه جالب میشه. فلوت ببینیم کی زود جواب میده. این درست است یا غلط؟ غلط است؟ درست است. آیا 12 خودش فلوت نیست؟ متوجه هستین؟ این چک نمیکنه که باید اعشاری باشه. این میبینه که 12 هم یک عدد اعشاری بودن میتونه دیگه. 12 و 12 اعشاری صفر هیچ فرق نداره. این همیشه احتمال هر عدد صحیح خودش یک عدد اعشاری هست، ولی هر عدد اعشاری یک عدد صحیحه. پس این چرا چک میکنه دیگه؟ اگه من عدد اعشاری هم تایپ کنم قبول میکنه، اگر صحیح هم تایپ کنم قبول میکنه. این فقط عدد بودن رو چک میکنه. اگه حروف تایپ کنم چی؟ یک عدد صحیح اعشاری است، حال خود دیگه عدد نیست. متوجه هستین؟ چرا خوب است بسیار براتی میتونین یک باکس هست شما میخواین از شخص که سن خودش رو تایپ بکنه، معاش تایپ بکنه، سالری باشه، خب باید اعداد باشه و دو تکست باکس نباید که حروف استفاده شده باشه دیگه. حتی ممکن من اشاره کنم $200 نه، در این حالت هم چی میشه؟ اصلا ایرر میگیره نه. همین وجود داشتن حروف رو میتونید اینجا چک کنید. واضح سوال ندارین؟ یک چیز براتون واضح شد؟ فانکشن ها فیلترهای والیدیشن ترو فالس بولیان صحیح و غلط بودن رو چک میکنن، اما تغییراتی در خود اصل دیتا نمیاره. سوال نیست؟ فانکشن همین فانکشن است فیلتر اندرسکور وا بالای واریبل دیتا. اینا میتونید شما فیلترهای چی رو انجام بدین؟ سانیتایزیشن رو. و در مثال میگم فیلتر اندرسکور والیدیت نمیگیم، سانیتایز میگیم. سانیتایز اندرسکور ایمیل. یعنی حالی چی میکنه؟ ایمیل آدرس را تو تغییرات میاره، برابر میسازه به فرمت درست یک ایمیل آدرس. یعنی اگر ما کاراکترهای غیر مجاز تایپ کرده باشیم او رو چی میکنه؟ ریموو میکنه دیگه، او را حذف میکنه، از بین میبره. و این به نظرتون ترو فالس بازگشت میده؟ خب یک چنجز تغییرات آورد، اما چیزی که اصلاح شده را بازگشت میده. این دیگه ایره در ایف الس به کار برده نمیتونین دیگه نه. ایمیل آدرس رو میگیره و چک میکنه، چیزایی که اشتباه است در ایمیل او را حذف میکنه، ریموو میکنه، برمیداره و اون ورژن اصلاح شده شو براتون ریترن میکنه. یا رو یک واریبل ذخیره کنین که بعداً در دیتابیس ذخیره کنیم. کار دیگه میشه مستقیما اکو بکنیم. از فیلترهای سانیتایزیشن برای چک کردن، برای شرط دادن استفاده نمیکنیم. اگر یوزر بخوای کوشش کنم مثلا میگه ایمیل را تایپ کنم، نام این باکس ایمیل نمونی کلش رو تایپ بکنم، خیلی همون تایپ میکنم مثل او پیشتر که بود نه، بکسلش آر بکسلش ان تایپ بکنم احمد یک چیز دیگه gmail.com. اینا به نظر ایمیل شخصا باید سانیتایز کنه، بکسلش ها را ریموو کنن نه. پس ببینید که وقتی رو براتون میاره، ولی خیلی جالب است دقت کنین آیا بکسلش آر مکمل ریموو کرده؟ آر و ان خب بوده میتونه نه؟ آر و ان میشه، آر و ان دیلیت نمیکنه، بکسلش رو ریموو کرده و هر اون کاراکتر دیگه که در ایمیل چی باشه؟ نادرست باشه، غیر مجاز باشه. مفهوم واضح است؟ این دیگه نمیگه که درست است ایمیل یا غلط است، کوشش میکنه که او را اصلاح بسازه. بکنید این اصلا باشه. وقتی که سابمیت میکنه البته او کاراکترها رو غیر مجاز نمیدانه، فقط بکسلش آر بکسلش فور واسلش اینا رو میدن، ندایی و هش نگرفت. بسیار خوب. سانیتایز چی گفتم میتونین؟ نمبر اندرسکور INT. برای سانیتایزیشن یک کلمه نمبر هم اضافه میشه، سانیتایز نمبر INT و سانیتایز نمبر فلوت. اینا یک وقت است که شما میخواین که از شخص عدد صحیح تایپ بکنه، عدد اعشاری تایپ نکنه. ولی اگر او عدد اعشاری تایپ کرد ما میتونیم چی کنیم؟
پس او را کانورت کنیم دیگه، میشه گفت نه، تبدیل کنیم به INT بعد صحیح. ولی یادتون باشه که این سانیتایزیشن است. آیا راوند میکنه به نظرتون؟ راوند آف نمیکنه، این سیمپلی فقط ریموو میکنه. اگر عدد اشاری بهش دادین او رو به عدد صحیح تبدیل میکنه. متوجه هستین؟ یعنی صرف اون بخش اشاریش از نه مشکل از اینکه بیشتر است. ببینید وقتی میگم فیلتر INT چی چیزی در این عدد باشه، عدد کوچک تایپ بکنم، چی چیزی در این عدد اشتباه است تا این عدد اینتجر باشه؟ دات اشاریه همون نقطه است دیگه نه. پس این اگه بخوای سانیتایز کنه صرفا چی رو برمی‌داره؟ همین دات رو برمی‌داره. مثل که از اون ایمیل هست فقط بکسلش برداشت. اگه دات برداره این چند میشه؟ گرفتین؟ این میگم راوند آف نمیکنه که بگه 2.5 2.15 باید 2 شود دیگه نه. این سانیتایز اینا مفهومش براتون واضح میشه. یعنی سیمپلی ریموو، فقط چیزی که غیر مجاز است میگه او رو بردار. درسته؟ اما کار دیگه انجام ندید. اما مثلا میتونیم فیلتر سانیتایز نمبر فلوت هم به کار ببریم که عدد چک بکنیم که عدد چی باشه؟ اشاری باشه. یعنی فکر می‌کنم در این حالت اگه شما عدد تایپ بکنید و یک حرف باشه باید حرف براتون ریموو کنم. ببینید چقدر سریع و راحت دیگه. با ما شما کد نوشتن ضرورت نیست. مثل که شخص ما بهش خواستیم که لطفاً شما کرنسی رو تایپ نکنین، فقط همون اماونت رو بتین، ولی او تایپ میکنن 200 USD $200 یا تایپ میکنن 200 AFS نه افغانی تایپ میکنن. عمومی فیلتر سانیتایز فلوت میتونه اون قسمت رو براتون چی کنه؟ ریموو کنه. سیمپلی سانیتایزیشن اصلاحات میاره، تغییرات به وجود میاره، چیزی که غیر مجاز است ریموو میکنه. واضح؟ سوال ندارین؟ بسیار خوب. پس اگه سوال بهتون میگه که فیلترها در PHP چند نوع هستن؟ 2 نوع هستن. و چی چیزایی رو چک کرده میتونیم؟ عدد صحیح، اشاری، ایمیل، IP، URL، هر چیزی رو. خب سوال ندارین؟ این از فانکشن فیلتر که تاپیک فیلتر که به پایان است. آفرین. نه اینی میگم من بیشتر تاکید داشتم برش که میگیم 2 نوع فیلتر داریم ولی هر دو رو از طریق یک فانکشن رن میکنیم. این بستگی به چی داره که این پارامتر دوم را شما از کدام نوع تعیین میکنین. اگر ایمیل بهش بگیم فیلتر والیدیت باز PHP میبینه دیگه. اگر اینجا فیلتر از نوع فیلتر والیدیشن باشه اینال اگه کوکنم ازتون چی نشان میده؟ باز ترو فالس گفتیم در PHP در روی صفحه ظاهر میکنه، حتی در روی صفحه ظاهر نمیکنه. امیل میبینه که آیا این دیتایی که ما بهش دادیم یک عدد صحیح هست، یک عدد اینتجر. اگه بود ترو رو بازگشت میده. میبینین با اینکه فانکشن فیلتر وار است. ولی اگه اینجا بیایم بهش بگیم که سانیتایز PHP میبینه که شما اینجا فیلتر از نوع چی معرفی کردین؟ سانیتایزیشن. بس ایناله بله قسمت غیر یعنی اشاریش حذف میکنه و او رو براتون بازگشت بده. این فانکشن یک فانکشن فیلتر اندرسکور وار. همین فانکشن میتونه هر دو نوع فیلتر رو در PHP اجرا کنه. بستگی به چی داره؟ بستگی به پارامتر دوم داره که از چه نوعی باشه، والیدیشن یا سانیتایزیشن. خب سوال ندارین؟ بسیار خوب. این هم از تاپیک ایمیل، سکیور ایمیل و این هم فیلتر. یک تاپیک دیگه مونده ما شما چی است؟ تاپیک ایرر و اکسپشن است. خب ایرر چی است؟ همون چیزی که همیشه ما بد ما میانه همون چیزی که همیشه ناخواسته است، همون چیزی که باید ما از اون جلوگیری بکنیم. چیزی که باعثی میشه که کد ما رن نشه. کد ما رن نشود. تعریف کامل از ایرر نیست اسم جان. باید که تعریف خوب است ولی تعریف کامل نیست. ایرر اصطلاح دیگه در پروگرامینگ در کد همیشه باگ برش میگیم دیگه نه. و باگ معنیش چی است؟ BUG حشره نه مگس حشره است. این برمیگه به تاریخچه کامپیوتر. اولین زمانی که اولین کامپیوتر نسل بسیار قدیمی دیگه نه، کامپیوتر بسیار سابقه شباهت به کامپیوتر امروزی نداشتن. اولین باری که اون کامپیوتر از کار رفتیده بود مشکل چی بود؟ که دقیقاً یک حشره در بین اون کامپیوتر داخل شده بود نه. و کامپیوتر اون زمان که قسم نبود که چیز داخل شده نتونه دیگه نه. بسیار کامپیوتر کلان بوده. یعنی اونجا بردهای بسیار بزرگ بوده. یا تا از خواندین هیستوری کامپیوتر فکر کنم واکیوم تیوب بود نه. اینطور گروپ ها بوده و قسم بوده. و وقتی که اینجا میبینن که مشکل چی است، چرا کامپیوتر از کار رفتیده، میبینن که یک حشره است. میگن چی است مشکل؟ چیست؟ میگه یک باگ است. از همون زمان به بعد در پروگرامینگ همین اصطلاح مان که هر وقت یک چیزی درست کار نکنه، خراب باشه، مشکل باشه، میگن یک باگ است. و وقتی که بخواین یک چیز رو از بین ببرید انگلیسی چی میگین؟ دیباگ اضافه میشه دیگه نه، باگ دیباگینگ. و از همون زمان در پروگرامینگ همین اصطلاح با وجود داره که یعنی حشره از بین بردن دیگه نه، دیباگینگ، حشره زدایی. بر صورت ایرر یعنی چیزی که درست کار نمیکنه. ایرر چیزی که مشکل است، خطا، اشتباه، غلطی نه ایرر است. و این میتونه دو نوع باشه. بگین
ساینتکس ارر باشه که اشتباه کی است؟ از خود ما و شماست دیگه، نه اشتباه پروگرامر است. و دیگه لاجیکال ارر که اشتباه ما نیست، مستقیما اشتباه ما نیست دیگه، نه میتونیم بگیم اشتباه مشکل از چی است؟ از انوایرمنت است، از عوامل دیگه ای است، از محیط، از خود سیستم است. مثالش اگر به طور مثال ما سمیکالن رو فراموش کنیم در پایین استیتمنت، یک ساینتکس ارر. اگه قوس رو باز کنیم بسته نکنیم، ساینتکس ارر است. براکت باز میکنیم بسته نمیکنیم، ساینتکس ارر است. دلار ساین فراموش میکنیم، ساینتکس ارر. هر اشتباهی که در خود قوانین نوشتن کدها باشه شما رعایت نکنید، ساینتکس ارر. و هرچند که PHP کامپایل نمیشه، اینترپرت میشه، ولی به خاطر که آشنایی داشته باشیم براتون میگم نام دیگه رو به نام چی یاد میکنه؟ کامپایل تایم ارر یاد میکنه. درست؟ یعنی اشتباهاتی که در زمان کامپایل کردن کد با وجود یعنی چی میشه؟ روشن میشه، واضح میشه. نه گفتیم PHP خب کامپایل نمیشه. نه این مثال شما در مورد C++ جاوا در نظر بگیرید. اگر شما کد غلط نوشته کرده باشین، وقتی که کد کامپایل کنین آیا ایرر اصلا نمیگیره؟ اما زمان براتون میگه که در این لاین مشکل است، اشتباه غلطی است، یعنی خطر بسیار بزرگ نداره. نه چون متوجه میشیم که این اینجا مشکل است، پس اون رو جور میکنیم، اصلاح میکنیم. یعنی قبل از اینکه سافیر ما به دست یوزر برسه ما میتونیم اون اشتباه را کشف بکنیم، پیدا بکنیم و مشکلش رو برطرف بکنیم. درست؟ این به نام کامپایل تایم ارر اشتباه زمان کامپایل یاد میشه. در وقت کامپایل کردن این غلطی خودش نشان میده. این اونقدر خطرناک نیست و این هم از سهلنگاری از عدم دقت و توجه خود پروگرامر است. اما یک وقت است که شما این لاجیکال ارر است، یعنی در حقیقت کدی که ما نوشته کردیم ساینتکس کاملا چیه؟ درست است، فقط او کد از زمانی که اجرا میشه یک علتی باعث میشه، یک عاملی که نتونه اجرا بشه و این اررها رو به نام چی یاد میکنیم؟ رن تایم ارر. اینا رو دیگه از زمان کامپایل چک میکنه، بهتون میگه که این مشکل هست یا نیست. مثال بسیار واضح داره. ما میگیم که به دیتابیس کانکت بشه. چه خوب است امروز وقت داریم، این درس امروز شروع میکنیم دیتابیس کانکتیویتی را. میگیم بین دیتابیس و این یوزرنیم به این پسورد کانکت بشه و بعدن خود او دیتابیس او سرور چی است؟ غیر فعال است، داون است، خاموش است، آف است، یا مو ارتباط با او وصل نیست، نتورک کانکتیویتی برقرار نیست. خب آیا کد ما اشتباه است؟ کد ما غلط است؟ پیش از اینکه یک دفعه این را رن نکنه آیا گفتم میتونه که درست است یا غلط؟ نمیتونه. یک دفعه باید رن کنه، ترای، کوشش کنه، سعی کنه که اجرا کنه. اگر شد که خوب، نشد اگر به وجود میاد. یا شما بگین یک فایل باز کنه. وقتی که ما اینجا یک فایل رو باز کنیم name.txt در مود r، آیا کد ما اشتباه هست؟ ولی از کجا معلوم که این کد حتما موفقانه رن میشه یا نمیشه؟ معلوم نیست دیگه. نه گفتن نمیتونیم. اگر اون فایل موجود بود، اگر اون فایل قابل باز شدن بود، ممکن اون فایل اصلا خراب باشه، دمیج باشه، لاک باشه، قفل باشه، نتونیم اون رو بخونیم. خب نمیشه اون رو باز کرد. ولی کد ما درست است، پروگرامر اشتباهی نکرده. پس میبینین به دست ما نیست، بلکه به عوامل دیگه بستگی داره دیگه. وجود داشتن اون فایل، وجود داشتن اون سرور. اینجا ما میگیم یوزرنیم، پسورد. اگر پسورد غلط تایپ کنم چی؟ وقتی کانکشن به دیتابیس بازم میتونه پیش از پیش برای شما بگه پسورد غلط است. چطور بفهمه که پسورد غلط است؟ یک دفعه خواهید رن کنه، اجرا کنه، اگر درست بود خب میشه، اگر نبود نمیشه. گرفتیم موضوع لاجیکال ارر ها رو به نظرتون با آسانی ساینتکس ارر ها ما مشکلشون رو برطرف کرده میتونیم؟ چون آیا حتما لاجیکال ارر به وجود میاد؟ به وجودش حتمیه 100% رن تایم ارر؟ وقتی میگم به دیتابیس کانکت بشه، وقتی میگم یک فایل باز کنه، آیا حتما ارر به وجود میاد؟ نمیه. احتمال با وجود آمدنش وجود داره و به این خاطر است که در پروگرامینگ به اینا چی میگه؟ اکسپشن. شما خواندین دیگه در جاوا در دیگر لنگویج ها اکسپشن معناش بدری، جلوگیری نمیشه، استثناء، نه except بجز استثناء. پس ای که ما کد نوشته میکنیم، خب کد ما که درسته، یک استثناء است که پسورد غلط باشه، یک استثناء است که اون فایلی که ما میگیم وجود نداشته باشه. نه کدها درسته و احتمال با وجود آمدن ایرر وجود داره. پس ران تایم ایرر بگین همیشه به نام چی یاد میشه؟ اکسپشن. گرفتیم موضوع را؟ طبعا براتون تشریح کردم که در دیگه لنگویج ها در جاوا سی پلاس پلاس هم این موضوع مفید است و کارتون میاد. ایرها بدون آسان ساینتکس ارر، کامپایل تایم ارر که اشتباه غلطی از خود پروگرامر، قوانین را رعایت نکرده. وقتی پیش از اینکه شما کد اجرا کنین هم براتون گفتم میتونه که این غلط است. ولی لاجیکال ارر اینا ران تایم ارر ها هستن تا زمانی که کد اجرا نشه، سافیر در حال اجرا نباشه، معلوم نیست اون غلطی رو براتون گفتن نمیتونه که این مشکل به وجود میاد یا نمیاد. پس ما کد خود صحیح نوشته میکنیم و این فقط یک استثناء است که اگر این کد ران شدن نتونه یک مشکل است. و شما دیدین برای اکسپشن هندلینگ از چی استفاده میکنید؟
آفرین ترای کچ برای مبارزه مقابله با یک استراکچر را داریم که در تمام پروگرام لنگویج ها هم میره داریم به نام ترای کچ که ساینتکس کلیش بینش یک بود. کدهای خود در کجا نوشته میکردیم؟ در ترای اینجا کدهای ما استیتمنت های ما نوشته میشه و از نامش پیدا ترای کوشش میکنه تلاش میکنه سعی میکنه کمی بلاک رن بکنه اگر شد که خوب کچ را اجرا میکنه نمیکنه دیگه ولی اگر در اجرا کردن هر لاینی در بلاک ترای فکر کنین ای کد رن کرد ای رن کرد در این لاین با مشکل مواجه شد وقتی که در این لاین با مشکل مواجه شد چی میکنه؟ جمع میکنه باس میته به کچ میره دقیقا و این کدای بعدی رو اجرا میکنه نمیکنه. این نکته هم خیلی خوب باید داشته باشین وقتی اکسپشن با وقوع پیوست به وجود آمد از اونجا مستقیما به کجا میره کچ و چقدر کدهای دیگه که در بلاک ترای نوشته شده و اجرا نمیشه دیگه نه و رن نمیشه نادیده گرفته میشه. بسیار خوب میاد کچ اینجا چی اینجا یک کد دیگه شما نوشته کردین که به خاطر چی است پیش بینی همون حاله که ما اگر ایرر با وجود اومد چی عکس العملی چی واکنشی باید از خود نشان بدیم دیگه. ممکنه از ساعت این حالت ممکن یک مسیج نشون یک پیام که نمیتونم به دیتابیس کانکت بشه یا فایل وجود نداره یا هر چیز دیگه و ممکنه کدام عملی دیگه رو شروع بکنیم کدام مرحله دیگه رو آغاز بکنیم. بسیار خوب سوال نداریم؟ مفهوم واضح است؟ این هم تا اینجا هنوز مانده که تا مثالش رو نوشته بکنیم برای ای که شما ایررها را چک بکنین و موضوع دیگه دو فانکشن بخصوص هم در PHP معرفی شده. او فانکشن ها چی هستن؟ یکی اگزیت هست و یکی هم دای هست. این فانکشن ها میتونن اکزیکیوشن کد را استاپ بکنن یعنی از اجرا شدن کد ها چی بکنن؟ جلوگیری کنن هم درست است بگین متوقف کنه دیگه نه یعنی کد اجرا میکنه تا جایی که شما بهش بگین اگزیت از او به بعد را دیگه چی میکنه اجرا نمیکنه. پس با انگلیسی که میگیم اکزیکیوشن را استاپ میکنه یعنی اجرای کد ها را متوقف میکنه. در هر لاینی که شما گفتین اگزیت از همون لاین به بعد تا پایین هر چی که هست دیگه رن نمیشه و دای هر دوشون عین کارکرد را دارن. هر دوشون یک پارامتر ورودی میتونن بگیرن که همون چی باشه مسیجی که شما نشان میدین با نمایش دادن این مسیج دیگه کدا رو متوقف میکنه. این ضرورت نیست که شما هم اکو کنین و هم اگزیت کنین نه خود این فانکشن ها میتونن پارامتر ورودی دارن که کار اکو رو انجام میدن. نوشته کنین که به چه دلیل ما کد متوقف کردیم نه یک پیام نشان میده و دیگه کد ها رو اجرا نکنه کار اکو رو هم انجام میدن. بسیار خوب و یک موضوع دیگه هم که بگم براتون همین تاپیک مکمل به پایان میرسه. یک موضوع هم چی است؟ پروگرامینگ استایل برش بگیم دیگه نه استایل خود پروگرامینگ ما و شماست یعنی بر علاوه که کدا رو ما و شما میخونیم این ترای کچ فانکشن ها مثلا یک چیز هم دقت کنین که لاجیک خود شما خوب باشه. اگر لاجیک با لوجیکال ایرر قرار میشه براتون میگم الگوریتمی که شما نوشته میکنین خوب باشن یعنی شما کد خودتون بسیار دقیق و با احتیاط نوشته بکنین یعنی کیس ها حالت هایی رو که با وجود آمده میتونه شما در نظر بگیرین. مستقیما یک کد نوشته نکنین که دو حتما یک کار انجام بده. از کجا معلوم که بتونه اون کار انجام بده؟ یعنی شما با احتیاط نه با شرط ها خودتون هم مشروط کاندیشنال نوشته کنین. اگر این حالت بود این کار انجام بده اگر اون حالت بود اون کار انجام بده و در این حالت اصلا ایرری به وجود نمیاد. درست یعنی یک میشه گفت دیگه موضوع درسی نیست این موضوع یک نصیحت است یک چی میگه پند و اندرز است دیگه که کد خود طوری نوشته بکنین که حالت های ممکن را در نظر گرفته باشین کد شما قوی باشه. بسیار خوب وقتی که میخوایم یک فایل باز کنیم آیا بهتر نیست که اول چک کنیم که اون فایل اصلا وجود داره یا نداره؟ دیگه مستقیما بگیم اون فایل باز کنه ممکنه که اون فایل هیچ وجود نداشته باشه یا ما آدرس و نام او رو غلط کرده باشیم. پس بگیم کدام فانکشن وجود داشتن فایل چک میکرد؟ تنها چیزی که در PHP تقریبا شما با if set چک نمیکنید yes دیگه نه چون اون فایل در خود PHP در این پیج ما وجود نداره او در هارد دیسک است. پس فانکشن از جمله فانکشن فایل فایل اندرسکور اگزیست چک کنین اگر فایل به طور مثال به نام name.txt وجود داره پس اون فایل چی کنه باز کنه اینا if و else اگر وجود نداره خب نمیگیم که اون فایل باز کنه فقط میشه که چی بکنیم یک مسیج نمایش بدیم. ببین ببین اینجا اگه مسیج نمایش بدم و بعد اینجا آماده باشیم گفته باشیم چی کنه که اون فایل fget s است از داخل اون فایل یک لاین رو بخونیم. از کدام فایل بخونم؟ ذخیره نشدنه در یک واریبل ذخیره میکردیم دیگه این طرف f open میگفتیم فایل باز کرد ذخیره کن.
این میگه اف گت اس از این فایل بخونه و می یک لاین اول که خوان اکو کنه دیگه لوپ نمیسازم تا آخر فایل رو نمیخوانیم نه صرف هم یک لاینش رو بخونیم. اینا رو ببینید در صورتی که این فایل موجود نبود و این ارر رو براتون نشان داد آیا این لاین پایین اف گت اس رو باید رن کنه یا نه؟ نکنه دیگه نه نباید این رو اجرا بکنه. مثلا اگه من اینجا فقط بگم اکو فایل not exist فایل وجود نداره اما آیا لاین پایینی اجرا میشه یا نمیشه؟ این اجرا میشه نه. پس بگیم اون کدام فانکشن بود که با نمایش دادن یک مسیج بقیه کدا رو دیگه رن نکنه؟ exit die. نه درست. پس چک کردیم اگر فایل وجود که فکر کنم میالی فایل وجود نداره داشته باشه نه names بود بخیالم name.txt کدام فایل نبود. میبینید بسیار به راحتی دیگه فایل not exist نه ایرر از f5 گرفت امیال اگه این کد من بدون چی نوشته کنم کاندیشن ها نوشته کنم این سایت این کد ممکن میشه نه فقط بگیم راستن فایل باز کنه یک لاینشو بخونه نمایش بده و ازتون چند ایرر میگیره؟ اصلا 3 ایرر میگیره. جوابتون درست است 2 ایرر ولی 3 ایرر نشان داده میشه. یکی به خاطر است که فایل وجود نداره یک وارنینگ میده یک وارنینگ دیگه میده که نو ساچ فایل اور دایرکتوری چون فایل وجود نداره و یک ایرر دیگه میده که نتونست یک لاین او رو بخونه. میبینین 3 ایرر نشان داده شده میتونه ولی وقتی که شما رو چک میکنید حتی یک ایرر هم نشان داده نمیشه از خود پی اچ پی. این خب مسیجی است که ما نمایش دادیم دیگه نه درسته؟ exit یا die میتونه مطابق کدهای شما را اجرا نکنه و اگر اون فایل وجود داشته باشه names جور نکردیم نه اما lines جور کردیم نه اگر نیوم وجود نداره حتی بازم اینجا ارائه داد نه list two parameter. اینجا یک اشتباه دیگه. ببینید چقدر جالب اینجا اشتباه است کی از چرا یه نمایش شده شد ما خود چک هم کردیم منطقیش این خود ساینتکس است نه چی داره میگه براتون expect at least 2 parameters میگه فانکشن f5 2 پارامتر ضرورت داره میتود است نه مود بود نامش هم که اشتباه دادیم که یه چیز خیر است و میتونه وجود نداشته باشه ولی اینجا اصلا نگفتم که فایل در کدام مود باز کنه این چرا ایرر شد یک ساینتکس ارر بود یک کامپایل تایم ارر بود مشکل از گناهی از پروگرامر بود ولی ببینید این فایل وجود داره خب هیچ مشکلی نیست اون فایل براتون باز کرد خوان بدون که کدام ارری هم نشان داده بشه ولی ببین اون فایل از اونجا من دیلیت میکنم در صورتی که فایل جابجا میشه دیلیت میشه از این موقعیت یا تا نامش تغییر میکنه لاینز و نیمز تغییر میتونه خب حالی که دیگه اون فایل وجود نداره دیگه نه ولی نباید که ارر نشان داده بشه صرفا یک مسیج یک پیام نمایش داده بشه و مطابق کد ما رو متوقف کرد. باز سوال نداریم؟ بسیار خب حالا بیاین سراغ ترای کچ موضوعی که می‌خواستم براتون بگم با پایان رسید. ترای کچ دیگه لنگویج هم استفاده کنید استفاده کنید در پی اچ پی هم بسیار ساده است و می قوس پیشروی کچ چه قسم باید نوشته بکنید آبجکت ای باید باشه بله از کلاس اکسپشن میسازیم و این تنها جایی است که شما در پی اچ پی باید چی کنین باید آبجکت اورینتد نوشته بکنین. شما میدونید که پی اچ پی هم آبجکت اورینتد هست ساپورت میکنه ولی تا اول هیچ وقت این کورس اول شما در ماه اول در بیسیک هیچ وقت ضرورت نیست که کدام کدی را ما کوکی سیژن اپلود کل مسائل کار کردیم و یا دیتابیس انال شروع میکنیم کار میکنیم اما هیچ کدی را آبجکت اورینتد نوشته نمیکنیم آبجکت کدام کلاسی را نمیسازیم. اکسپشن در پی اچ پی تنها جایی است که باید که آبجکت کلاس بسازین این به شکل آبجکت اورینتد باشه چون شما میدونید همیشه در دیگر لسان هم دیدین در پیشروی اون کچ چی قرار میگیره آبجکتی از کلاس اکسپشن پس دقیقاً کلاس با نام خود اکسپشن از آبجکت بسازین آبجکت به هر حال یک واریبل است دیگه نه پس میگم دلار ساین ای پس میشه ای آبجکتی از کلاس اکسپشن. پس ببین میخوایم این دفعه رو با چی کار بکنیم با همراه اکسپشن هندلینگ رو کار بکنیم و ببین که اینی سر ما چی میکنیم برای که کد رو به این شکل نوشته بکنیم چک میکنم وجود داشتن فایل را lines.txt اگر فایل وجود داره خب میگیم که چی بکنه اون کدها را اجرا بکنه و اگر وجود نداره باید چی به وجود بیاد یک اکسپشن به وجود بیاد و گفتیم که کدهای اصلی خود در کجا قرار میدیم در ترای پس بلاک ترای رو نوشته بکنیم این از کدهای ما تماما داخل بلاک ترای قرار میگیره و ترای بلاک میتونه چی داشته باشه کچ بلاک و در کچ هم آبجکتی از کلاس اکسپشن را میسازیم نام واریبل اهمیت نداره هر چیزی که بهش تعیین بکنید دیگه نه استاندارد ای آر آر. حالا ببینید ما میخوایم وجود داشتن اینجا چک کنیم که اکسپشن با ترو پرتاب بکنیم یا وجود نداشتن را وجود نداشتن است نه پس باید بگیم if not file exists اگه فایل وجود نداره پس اینجا باید چی بکنه true یعنی یک کیورد است دیگه نه استیتمنت true و trues در جاوا داشتیم در پیشو فقط true داریم این پاس میته دیگه true انداختن پرتاب کردن میندازه پس بگین چی true new exception یا در چی پیش ضرورت نبود که اینستنشیت کنین
through exception through new exception فکر کنم باید new بگیم through new exception و در constructor exception میبینیم بحث طرف object oriented رفت دیگه. در constructor exception یک پارامتر اصلا قبول میکنه که مسیج نوشته بکنین اما اون چیزی که send بشه برای واریبل ای میتونم اینجا نوشته کنم بگم there is no file اصلا که نمیشه no such file exists یا فقط no such file چون فایل وجود نداره نه و بقیه کد به حالت عادی نوشته میشه دیگه get s یک لاین او رو بخونه f close و بقیه کدایی که نوشته میکنه یعنی بلاک ترای کوشش میکنه که کدها رو اجرا بکنه اگر فایل وجود نداشته باشه یک اکسپشن پرتاب میکنه و بلاک چی و بلاک کچ رو میگیره دریافت میکنه و این مسیجی که فرستاده شده میشه چی میشه پارامتر واریبل یا object ای اینا شما اگه خواستین مسیج رو نمایش بدین میتونین بگین اکو بکنه چی را دلار ساین ای را ولی دلار ساین ای خودش چی است object است دیگه نه خودم این واریبل است اون مسیج نیست باز اینجا باید متدی رو کال بکنین به نظرتان متد خب به نام get message است اما مثلا که در جاوا هم دیدین در اکسپشن ها get message اما میتونین نشون ای دات get message چرا که دات در PHP کانکتونیت میکنم ما گفتیم که هیچ وقت PHP به این روش کد نوشته نمیکنه اینا ببین دقیقاً معادل دات در PHP چیه معادل دات جاوا در PHP چی است داش بزرگتر اینزرشن اپراتور نه علامت داش و علامت بزرگتر است داش گریتر دن پس اینا میشه از object ای متد get message کال بکنه این مسیج دریافت میکنه و میره براتون نمایش سوال ندارین فایل وجود داره یا نداره نداره پس باید که چی بکنم صرفا یک مسیج نشون میبینین که ایرر چیز ظاهر نشده یعنی نو ساچ فایل و اگرم که فایل وجود داشته باشه به نام نیمز تغییر دادیم نه اف اوپن گفتیم اف اوپن هم ریموو کردم نه اف اوپن فایل names.txt رو باز کنم و این هم در مود آر داشتی ذخیره از مثال قبلی که می‌خواستم کار کنم اف اوپن خودش ریموو شد دیگه نه اینا شما دقیقاً ببینین وقتی که میالی دوباره یک لحظه اجازه بدم و نیمز تغییر لاینز تغییر بدم این فایل وجود داره اکسپشن در کدام لاین به وجود میاد 6 نه در لاین 6 دیگه اینجا true exception جک اکسپشن پرتاب کرد و همین گپی که گفتیم بعد این پرتاب میشه به بلاک کچ آیا مطابقی لاین های بلاک ترای هم اجرا میکنه نکته میست که نمیکنه دیگه نه بس اسکیپ میکنه ایگنور میکنه میبین اگر رن میکرد خود رن میگرفت از ما دیگه ولی وقتی که بگیم فایل نیمز آلی این فایل وجود داره دیگه نه وقتی که این فایل وجود داره اکسپشن پرتاب نمیشه پس این لاین ها به شکل عادی خود اجرا میشه وقتی که با اکسپشن مواجه نشد با بلاک کچ هم نمیره دیگه ترای کچ مثل چی است if else است همیشه یکیش اجرا میشه دیگه دوش اجرا نمیشه وقتی که مشکل نیست و فایل خواند براتون نمایش داد بدون کدام ایرر اکسپشن خود کلاس کلاس هست در PHP هم اکسپشن خودش یک کلاس هست چونجی میبینید که با اون ساینتکس که معرفی کنیم اول نام کلاس رو میآوریم بعد نام آبجکت رو نه و فقط اینجاست که ما این را نیو اینستانشیت نکردیم نه چرا این کار نمیکنیم در نه تو PHP که در کل پروگرامینگ لنگویج ها به این شکل است که در کچ فقط شما آبجکت رو دکلیر میکنین از ترای اونجا چی میشه نیو اکسپشن یعنی اینجا دکلیر کردیم کانستراکتورش اصلا کجا کال شده در بلاک ترای کال شده نه اینجا اینستانشیت میشه کرییت میشه آبجکت جدید ساخته میشه و اینجا صرفا دکلیر شده ولی یقینا که اکسپشن یک کلاس هست نه چون من حس کلاس آبجکت دکلیر شده و در بالا هم کانستراکتور داره چیزی که کانستراکتور داشته باشه و یک کلاس است بسیار خب سوال نداریم البته باز خیالتون راحت باشه دیگه این موضوعاتی که میگیم به خاطر قوی تر شدن بهتر شدن چی است مهارت پروگرامینگ شماست کدینگ شما در PHP معمولا در پروژه های وبسایت تا نقصم کد نوشته نمیکنین سیس معمولا بعدم بر خودتون بخیر واضح میشه وبسایت واقعی هم که دیزاین کنین کمتر پیش میاد شما از ترای کچ یا با استفاده کنین اینا اسکیل یا مهارت پروگرامینگ شما هستن و یا ممکنه که شما کدام پروژه بسیار کامپلکس پیچیده مغلقه یا بزرگ کار میکنین از ترای کچ استفاده کنین ولی معمولا در وبسایت ها هم به این شکل از ترای کچ استفاده نمیکنین سوال نداریم؟ این تاپیک اکسپشن بود که در مورد اکسپشن ما و شما صحبت کردیم بلاک ترای کچ میتونه که اکسپشن ها را هندل بکنه سوال نیست؟ بسیار خوب یک استراحت کوتاه بکنیم هنوز وقت داریم کمی از تاپیک دیتابیس را ما و شما شروع بکنیم امروز دیگه نه این پارت دوم درس هم PHP ادوانس به پایان رسید خب
پارت دوم درس PHP ادوانس به پایان رسید. شما فاندامنتال اساسات PHP رو یاد گرفتین. همین تاپیک ها رو براتون بگم. فرم هندلینگ که دیتای فرم چطور میگیم، پست گیت ایست و مسائل. و بعد دیگه چی خواندیم؟ کوکی، سژن، اپلود فایل، کار کردن با خود فایل، اوپن کردن، رید کردن، رایت کردن داخل فایل و دیت که نمایش تاریخ بود و میل. همین تاپیک های بودن که شما در کجا خواندین؟ در پارت دوم درس PHP ادوانس خواندین. این تاپیک ها رو بسیار زیاد خوب و دقت بخونین، پرکتیس کنین. چرا؟ توسط همین تاپیک هاست که در حقیقت یک وبسایت به وجود میاد. یک وبسایت واقعی را شما فقط توسط این مسائل به وجود میاد. اون در یک وبسایت یک چیز اپلود میشه، یک کسی لاگین میکنه، یک چیز ذخیره میشه. فقط همین تاپیک هاست دیگه، نه مقدار زیاد نیست. پارت بعدی درس PHP دیتابیس است که شما چطور از طریق PHP دیتابیس MySQL را اکسس بکنه. بسیار خوب. میخوام مقدمه رو کوتاه به این شکل براتون بگم که در هر پروگرام لنگویجی که شما ببینید یک قسمتی از اون لنگویج به خاطر چی در نظر گرفته شده؟ برای دیتابیس کانکتیویتی. که به طور مثال در جاوا بخش برام چی یاد میکردیم؟ JDBC جاوا دیتابیس کانکتیویتی. اگر کسی در بین شما دات نت خواندین، دات نت فریمورک، مایکروسافت، سی شارپ، وی بی، در اونجا برام چی یاد میشه؟ نخواندین؟ ADO.net ADO.net در سی شارپ و ویژوال بیسیک بنام ADO.net یاد میشه. و در PHP هم بنام چی یاد میشه؟ PDO PHP Data Object اختصار شده دیگه، نه؟ PHP Data Object. در دیگه لسان ها ای جاوا، سی شارپ، وی بی اونا آبجکت اورینتد هستن. پس وقتی میگیم JDBC چی است یا ADO.net چی است، میگیم مجموعه از کلاس ها هست که شما با استفاده از کلاس ها میتونید با دیتابیس کانکت شوید. ولی PHP به شکل آبجکت اورینتد کار نمیکنیم دیگه، به شکل پروسیجرال استفاده میکنیم. پس اگه بگیم که در PHP PDO چی هست، میگین یک تعداد فانکشن است، تقریبا 5-6 فانکشن است فقط که با استفاده از این فانکشن ها شما میتونید با دیتابیس کانکت بشین، کوئری های لازم را رن بکنید. تا اینجا واضح سوال نداریم؟ اون فانکشن ها کدام ها هستن؟ اینجا براتون لیست میکنم. اول از همه باید چی بکنیم بگین خودتون؟ اول خب باید با دیتابیس یا با سرور کانکت شوین. سرور یا دیتابیس؟ با کدام یکی کانکت میشین؟ نه، با سرور کانکت میشیم. بعد از چی میکنیم وقتی با یک سرور کانکت شدیم؟ در یک سرور چند دیتابیس ممکنه وجود داشته باشه؟ یک DBMS سرور چندین دیتابیس. پس اینجاست که شما یک دیتابیس مشخص سلکت میکنین. این کار در خود MySQL توسط چی انجام میدادین؟ use آفنیت هست، use یا \u use. اینجا میگفتین use به طور مثال یونیورسیتی از دیتابیس استفاده میکنین. و این کانکت شدن منظور ما از چی است؟ وقتی که شما در خود کامپرام میرین MySQL تایپ میکنین، نه انونیموس لاگین میکنین یا یوزر پسورد هم تایپ میکنین. اول خب باید به خود دیتابیس به خود سرور کانکت شوید. فعلا اینجا من میتونم کوئری نوشته کنم همین لحظه یا نوشته کنم یوز، حتی نه دیگه، چون میل ما خود کامپرام هستیم، حتی هنوز با سرور MySQL که در کمتر من اینستال است کانکت نشدیم. پس میتونیم بگیم MySQL دست کدام یوزرنیم لاگین کنه، یوزرنیم دیفالت MySQL رول، پسورد هم نداره و این شکل لاگین بکنه. اینا ما در سرور کانکت شدیم یا در دیتابیس؟ ما در سرور کانکت شدیم دیگه، نه؟ و اینا دیتابیس زیاد اینجا وجود داره دیگه. میتونم بگم شو تیبلز چون هنوز یک دیتابیس انتخاب نکردیم دیگه، نه؟ این لیست دیتابیس هایی که در کمتر شما در اون سرور موجود باشه براتون میاره. و اگه بگیم فعلا شو تیبلز، تیبل های کدام دیتابیس براتون نشان بده؟ هنوز دیتابیس انتخاب نشده. این کار از طریق چی انجام میدادین؟ use تست به طور مثال. این دیتابیس تست انتخاب کردم. حالا میتونین چی بگین؟ شو تیبلز هم بگین و اگه کوئری هم رن میکنین میتونین کوئری هم رن بکنین. select all from features. میبینین کوئری هم میتونین رن بکنین. پس استپ اول کانکشن همیشه به چی است؟ با خود سرور. استپ دوم انتخاب یک دیتابیس. استپ سوم اجرایش دیگه، میتونید اکزیکیوت کوئری بکنید، کوئری ها رو رن بکنید. سر کدام فانکشن در PHP؟ دقیقاً فانکشن به نام MySQL_query. شما دیدین که در تاکن با فایل ها اکثر فانکشن هایی که برای فایل بود fopen، fclose، fget همه با f شروع میشدن. حالا همه این فانکشن هایی که در بخش ویدیو داریم به خود MySQL شروع میشه. MySQL_connect، MySQL_select_db، MySQL_query. این سه فانکشن برای سه استپی داریم. بعضی که کوئری رن کردیم باید چی بکنیم به نظرتون؟ دیتا رو بگیریم، نمایش بدیم، بخوانیم. خب قضیه فرق میکنه، باید بگین دیگه، نه؟ اینا ما کوئری رن میکنیم. اگر کوئری ما سلکت باشه چه اتفاقی میفته؟ یک تا رو را سلکت میکنه دیگه. یعنی شما باید رو رید کنین، بخوانین و نمایش بدین. اما اگر کوئری ما اینسرت اپدیت دیلیت باشه چی؟
بعضو بنظرتم کدام چیز رو شما نمایش میدین. خب یک چیز رو اینسرت کردیم، چی رو نمایش بدیم؟ یک چیز رو دیلیت کردیم، اپدیت کردیم. اینجا در این حالت یادتان باشه که فقط چی است؟ موضوع ترو فالس است دیگه. ساکسس فیلور، آیا کوری رن شد یا نشد؟ اگر رن شد ترو، اگر نشد فالس است. ولی در صورتی که کوری سلکت اجرا بکنین، این براتون چی رو سلکت میکنه؟ روها را. و دیگه جوابش خود ترو فالس نیست دیگه. نه یعنی میخوام اینو بهتون بگم نتیجه کوری سلکت باید یک تعداد رو باشه و نتیجه کوری اینسرت اپدیت دیلیت فقط ترو فالس است دیگه. شد نشد بولیان است. و می خاطر انال استپ چهارم نمیگم براتون، ولی فانکشن چهارم است. این تا این سه استپ همیشه به این ترتیب است. اول کانکت میشیم به سرور و دیتابیس سلکت میکنیم، بعد کوری رن میکنیم. حالا اگر کوری شما سلکت باشه، فانکشن بعدی باید چی باشه؟ MySQL fetch از صبح که او روهای سلکت شده را رید کنین، بخوانین. fetch یعنی گرفتن، دریافت کردن. پس این رو بای رو، ریکارد بای ریکارد میخونه براتون. بار اول که فانکشن fetch از صبح کال بشه چی میکنه؟ روی اول میخونه. بار دوم که کال بشه روی دوم، بار سوم روی سوم. این شما در PHP تمام روها رو همزمان خوانده میتونین؟ نه. هم در PHP شما همیشه در یک زمان one record one row at a time. شما فقط در هر زمان با یک رو سر و کار دارین در PHP. واسه قضیه در جاوا و در دیگه پروگرامینگ لنگویج ها فرق میکنه. در PHP فقط یک رو میتونین نمایش بدین. و یک فانکشن پنجمی هم که نیاز هم میشه بعدن شمار کردن تعداد روهایی است که چی شده باشه؟ سلکت شده باشه. فانکشن به نام MySQL num rows number of rows. خب ما کوری سلکت رن کردیم، یک تعداد رو سلکت شد. اما میخوام بگم چند رو سلکت شده؟ بشماره برای شما. پس میشه MySQL num rows. این دو فانکشن بعدی رو به شرط اجرا میکنین که کوری شما کوری چی باشه؟ سلکت باشه دیگه، که یک چیز انتخاب کرده باشیم. ولی کوری اینسرت اپدیت دیلیت بود دیگه این دو فانکشن رو استفاده نمی‌کنین. همونجا کار با پایان رسید در استپ سوم. تا اینجا سوال نداریم؟ بسیار. اول بیاین که ما و شما سنت چکنی کنیم. اول یک کوری اینسرت بکنیم. باید همیشه در همه کتاب‌ها، در همه کورس‌ها، در همه صنف‌ها ما اول سلکت می‌کنیم. ولی این دفعه می‌خوایم در صنف شما اول چی بکنیم؟ اینسرت بکنیم یک دیتایی را. و اینسرت به کدام تیبل بکنیم؟ و تیبل تیچرز بکنید. یک تیبل ساده است. وقتی به یک تیبل اینسرت میکنید حتما با چی رو بدانین؟ استراکچر و تیبل کلم هایشو بدانین. بس دیسکرایب میکنیم تیبل تیچر را. تیچر آیدی های آتو اینکریمنت هست که خودش اتومات قیمت بگیره؟ نیست. یک مشکل نیست دیگه. خب نبوده. اگه بخوایم ما میتونیم یه چی تعیین کنیم؟ آتو اینکریمنت. خب بیاین به این تیبل اینسرت کنین. بگین دوستان از خودتون بشم اینسرت اینطور. یک ذره شوخی کنم البته نه، آخر درس خسته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مستقیما اینسرت این تو اول باید با سرور کانکت شویم. پس کدام فانکشن کانکت میشنیم؟ MySQL کانکت. پارامترها چی هستن؟ با کدام سرور، با کدام یوزرنیم، با کدام پسورد لاگین میکنیم. سروری که در کامپیوتر خودتون اینستال باشه همیشه چی میشه؟ به این خاطر بود در PHP همیشه ما در براوزر localhost/test.php نوشته میکردیم. یوزرنیم دیفالت MySQL، روت پسورد هم نداره. یو روت نمیگین دیگه. نه فقط هم خود یوزرنیم. این چی براتون بازگشت میده؟ چیز بازگشت میده به نظرتون؟ یک لینک، یک کانکشن رو بازگشت میده. ببینید که چقدر خوب است که شما موضوع چی رو خواندین؟ موضوع فایل رو خواندین. فانکشن fopen چی بازگشت میداد؟ یک رفرنس، نه که اون فایلی که باز شده که بعداً بگیم بخوان از داخل کدام فایل بخونه، کدام کاری انجامه بالای کدام فایل. حالا دقیقاً نمیگه بس خب ما کانکت شدیم، اینا با این کانکشن رو باید ذخیره کنیم دیگه، نه که بعداً به می کانکشن بتونیم اشاره کنیم. پس یادتون باشه طرف چپ چیزی که از MySQL کانکت ریترن میشه یک کانکشن است، یک ریسورس است که اشاره میکنه به اون ارتباط برقرار شده. میگه establish connection، کانکشنی که برقرار شده، تامین شده. بسیار خوب. استپ دوم با سرور کانکت شدیم. اینا رو باید یک دیتابیس انتخاب بکنیم و اون فانکشن چی است؟ MySQL select db. و اینا نام این دیتابیس چی بود منظورتون یا تمام؟ نه دیگه تیبل تیچرز است. تست بود نه؟ نام دیتابیس گفتیم use test. پس اینجا بگم use test. use test. MySQL جا؟ آخه من میشه دقیقاً. ولی منظور همینه دقیقاً همون چیزی که شما گفتین. یک لازم زودتر شما اینجا فعلا use test نشه کنم. فعلا این خو اشتباهه دیگه. نه MySQL select db فانکشن صرفاً از شما چی رو میخواد؟ نام دیتابیس هم میخواد. حالا گپی گفتین کاملا درست است نه؟ اگه کوئری کنیم و بگیم use او درست است نه؟ بسیار خب دیگه این چی بازگشت میده به نظرتان؟ MySQL select db باید چی بازگشت بده؟ true false. آفرین دقیقاً. میگیم این دیتابیس سلکت آیا حتما سلکت میشه؟
ممکن همون دیتابیس هم وجود نداشته باشه، نامش غلط شده. پس یادتون باشه که MySQL select db بولیان true false بازگشت میده که معمولا در پروژه‌تون شما نیازی به ذخیره کردن ندارین اگر ضرورت بود ذخیره کنه. چرا وقتی که ما خود ما دیتابیس هم دیزاین کنیم کدا رو ما نوشته می‌کنیم، خب ما میدونیم که دیتابیس با نام تست است، نامش ما که غلط تایپ نکنیم. خب یگان وقت اگه ضرورت شد ازش استفاده بکنید، مثل که کد شما برای کسی دیگه نوشته می‌کنین، یه دیتابیس کسی دیگه جور کرده دیگه. استپ دوم هم شده. استپ سوم MySQL query ما باید چی باشه؟ insert into. تازه رسیدیم به اون قسمت دیگه نه. insert into با کدام تیبل اینسرت کنه؟ teachers. به همه کلم ها اینسرت میکنیم؟ بله. پس لیست کلم ها رو تعیین نکنین. values و ترتیب اولین کلم چی است؟ ID. چون آتو اینکریمنت نیست من باید تایپ بکنم. عدد است داخل سینگل کوتیشن قرار نمیدیم. آخر ID 10 بود من تایپ میکنم 11. first name نیاز به کوتیشن هست یا نیست؟ first name حروف است دیگه، هر کلمی که حروف بود باید کوتیشن بده. کی اینجا کم است؟ هیچ کس هم کم نه، هر 4 نفر است. علی احمد، لیلا، مریم. شما بگین. صفی الله و تخلص بگین دیگه. نه صحیح. اسم درست است؟ صحیح. و کلام بعدی سلری که تایپ اینتیجر است دیگه، نه اعداد بوده. پس اینجا به راحتی شما میتونید اعداد تایپ بکنین، نیازی به کدیشن نیست. سمی کلام تایپ میکنین اینجا با عادت خود دیتابیس تایپ نمیکنین. اینجا تازه چی به پایین رسید؟ کوئری ما به پایین رسید. کوئری رو من حیث یک استرینگ تایپ میکنین. پس باید آخر چی تایپ بکنم؟ دبل کوتیشن، یعنی استرینگ به پایین رسید. تمام کوئری شما میشه پارامتر اولی فانکشن فقط، نه یک استرینگ است که کلش همی کوئری کامند شماست من حیث استرینگ. اینا رو گفتیم. پارامتر دوم چی است؟ کانکشنز. کانکشن رو با چه نام ذخیره کردیم؟ یعنی میبینی که میگه این کوئری رو از طریق اونو کانکشن رن بکنه، پس با اون کانکشن اشاره میکنه. چون کوئری طولانی شد از صفحه خارج شد، یک بار سینتکسش براتون نشون میدم دوباره. وقتی میگین MySQL query پارامتر اول چی است؟ پارامتر اول خود کوئری است دیگه، نه که با کدام لنگویج نوشته میشه؟ SQL نوشته میشه. پس اون DML DDL لوگاپای SQL است دیگه. با PHP اصلا اون رو چک میکنه. پس اگه اشتباه نوشته کنه ایرر PHP میگیره، بهتون میگه که چی مشکل است؟ نه، PHP فقط یک ایرر میده که رن نشد، اما اینکه علت چی است باید از خود SQL تقاضا کنین. نه PHP نمیتونه این رو بهتون آنالیز کنه، تحلیل کنه به کوئری چرا غلط است. نه این فقط یک پارامتر استرینگ. و پارامتر دوم گفتین چی است؟ کانکشن. سینتکسش به چنین شکلی است. این به حال یک فانکشن است دیگه. پس تمام کوئری خود من حیث یک استرینگ در مابین دبل کوتیشن قرار میده. اگه اینسرت بود، اپدیت، دیلیت، سلکت. پارامتر دوم که کانکشن. باز اصلا اینجا سوال نداریم؟ چی بازگشت میده MySQL کوئری در این حالت؟ true false. آفرین. یا اینسرت میشه یا نمیشه، به هر دلیلی دیگه. نه ممکنه خود همین سینتکس SQL غلط باشه، اینسرت نشد، فالس است. ممکنه که اینجا ما یک کلم یونیک داشته باشیم و ما قیمت تکراری داشته باشیم، دوپلیکیت، بازم که اینسرت نمیشه. ممکنه یک کلم حروفی عدد بوده ما با اون چیز ذخیره کردیم حروف ذخیره کردیم، به هر دلیلی که اینسرت نشه بهتون فقط چی بازگشت میده؟ فالس بازگشت میده. پس میتونید رو مستقیما داخل یک کاندیشن قرار بدین یا نتیجهش در یک واریبل ذخیره کنین و شرط بر اساس چی قرار بدین؟ واریبل قرار بده. پس اینجا بیاین بگین که successful insert شد و اگر نشد دیگه و ما چی؟ این به خاطر شوخیش نه successful insert صحیح شد. همین که این را رن بکنم کدام فارمی کدام مسئله داریم این کد چه وقت اجرا میشه؟ زمان اجرا میشه که فارم دارید که خب اون حالتی است که شما در حقیقت دارین ریکوایرمنت جمع‌آوری میکنین. بله یعنی هم قسم باید باشه، ولی فعلا در این مثال کدام فارم نداریم، کدام ایف استد نگفتیم. پس همین که سفر رو باز کنیم فارم نمی کد اجرا میشه دیگه. نه منظور این بود. خب مثال های بعدی ما شماست که حتما یک فارم میسازیم. حالا یک چی گفتیم؟ صفی الله اینا رو چی تایپ کردیم؟ استاتیک تایپ کردیم دیگه. نه پس هر باری که من این رو رن کنم چه اتفاق میفته؟ خب راستی بین از خودتون سوال کنم بیرون همی آخر چه خسته شدین که جواب میتین یا نمیتین. اولین باری که رن کنم منظرتون چی میشه؟ کد اجرا میشه. صفی الله اینسرت میشه. نه نخواد که کدام ایرری باشه دیگه. نه پس ما با موفقیت رن میشه و در ریزالت چی ذخیره میشه؟ true. پس این successful insert. دقیقاً میگه پس successful insert. همینجا یک بار دیگه رفرش میکنم اینا منظرتون چی میشه؟
نمیشه. چرا نمیشه؟ پرایمری آفرین گرفتین این مسئله را. پس میبینین درست است که اینجا آتو اینکرمنت نبود نه، ولی پرایمری کی هست کلام تیچر آیدی و اون قیمت که تغییر نمیکنه. منظور از استاتیک بودن دیگه نه، این قیمت ها هر دفعه که شما یک پیج رن کنید همین قیمت ها رو کوشش بکنید اینسرت کنید دیگه. این خب داینامیک نیست، اینا با یک فرم داشته باشیم که این قیمت ها رو خود یوزر تایپ بکنه دیگه. پس این دفعه دوم کی رو بخوایم رن کنیم رن نمیشه دیگه، دفعه بعدی هم دیگه رن نمیشه، چرا با اون پرایمری کی موجود است. یک مرتبه اینسرت شد دیگه اینسرت نمیشه. میبینید آیدی شماره 11 صفحه الای استرینگ 20000 اینسرت شد. خب اگر دیلیت و اپدیت هم میکنیم کدام ساعت تغییر میکنه؟ یه تو مجموعی براتون درس بدم. insert into آیا کانکشن سلکت دی و کدا تغییر میکنه؟ فقط بین همین شماره 11 را دیلیت کنیم. delete from teachers بیا حتما برای دیلیت از پرایمری کی اسپم کنیم. تیچر آیدی مساوی به 11. دوباره یک ما تعیین کردیم 11 دیگه پروگرامر بازم باید یک قسم باشه خود یوزر کلیک کنه، بالای هر استاد هر تیچر که کلیک کرد باز ما او را دیلیت بکنیم دیگه نه. ولی ببین که شما یاد گرفتین دیگه هیچ قسمتی کد دیگه تغییر نمیکنه. اگه دیلیت شد ساکسسفولی دیلیتد و اگه نشد ساکسسفولی not successfully deleted. پس همین بار اول که رن بکنم successfully deleted و واقعا از دیتابیس ریموو کرد دیگه. ببین در دیتابیس ببینین دیگه نیست نه. این به حساب اینسرت. اگه اپدیت هم میکنین بازم دوباره فقط اپدیت تیچرز بعد مسائل بعدی. اما این فقط صرفا معرفی است دیگه، فکر نکنین تمام شده گپ. هنوز باید فرم بسازین و یگان نکات کوچک در اون بخش دارین. فقط خواستم بهتون معرفی کنم که این بخش دیتابیس کانکتیویتی سخت است یا آسان در پی اچ پی. یعنی هیچ لنگویج دیگه رو به آسانی پیدا نمی‌کنین، سیس که جاوا باشه یا سی شارپ یا وی بی دات نت باشه، در هیچ لسان دیگه با یک عدد 3 خط کد فقط نوشته کنیم 3 لاین. چرا ابجکت اورینتد نیست، ابجکت کدام کلاس نمیشه، پراپرتی و متد نیست، فقط 3 فانکشن هستن. ساده کال کنین کارا براتون انجام میده. اگر کوری سلکت باشه آخرین مثال آخرین گپ که بیام بگم select all from teachers and only the table teacher فعلا چند رو موجود است؟ 4 رو. پس همین 4 رو در کجا ذخیره میشه؟ در واریبل ریزالت. این دفعه دیگه ترو فالس نیست. پس میگیم که چی است در حقیقت؟ یک ریکارد ست است. ریکارد ست مجموعی از ریکارد ها، ست اف رو، ست اف ریکارد، مجموعی از این روهایی که اینجا 4 رو سلکت شده در اینجا ذخیره شد. خب سوالات منطقی است از خودتان، اصلا هم فقط معرفی است، مثال واقعی نه. مثلا ریزالت میتونیم اکو بکنیم؟ چرا نمیشه؟ آفرین. و حتی اری هم نه که اصلا چی است؟ یک دیتا استراکچر است. گپتون قبول دارم میگین اری است نه، ولی اخصام اری که اگر اری ریکم که مستقیما براتون ایرور میداد میگفت اری است، ولی اصلا این چی است؟ یک دیتا استراکچر است. یعنی همون روها در حافظه ذخیره شده و این واریبل ریزالت چی است؟ یک رفرنس، یک پوینتر اشاره میکنه به اون ساحه از حافظه که همین 4 رو در اون ذخیره شده. پس برای پی اچ پی حیثیت چی داره؟ یک ریسورس داره، یک منبع. این شماره‌گذاری مسلسل میشه دیگه 4 5 6 از طریق خود سرور و هر ریسورس یک آیدی داده. اینا رو گفتیم باید چی بکنیم؟ میرم بگینم دیگه تمام. دقیقاً فیچ اسوک بکنیم. این ریکارد ست 4 رو در ذخیره شده و همزمان در پی اچ پی شما میتونید فقط یک رو رو بخونید. پس اون فانکشنی که یک رو براتون میخونه چی است؟ MySQL fetch اسوک نه و این ریکارد ست ریزالت. اسوک یعنی چی؟ اسوسییتیو نه؟ اسوک اختصاری اسوسییتیو یعنی خب معنیش میشه، ولی در پی اچ پی اری اسوسییتیو یعنی اری که ایندکس او چی است؟ اعداد نیست بلکه غیر اعداد حروف باشن. پس این طرف اگه ذخیره کنیم این چی است؟ این چی است؟ این رو واریبل رو یک اری اسوسییتیو است. این دیگه واقعا یک اری است. پس ببینید فچ چندمین بار است که فانکشن فچ کال شده اینجا؟ اولین بار است. پس کدام رو را میخوانم؟ اولین رو را میخوانم. اولین رو یک علی احمدی سیازون این است. این خان و همین خودش یک رو که بخوام یک رو یک قیمت است سینگل ولیو واریبل بوده میتونه. این خب یک رو خودش از چندین کالم تشکیل میشه مالتی ولیو. پس هر کالم میشه در حقیقت چی؟ یک المنت، یک عنصر اری، یک ایندکس اری. و چون این اری اسوسییتیو است باید ایندکس ها چی باشن؟ نام کالم ها باشن دیگه. پس دقیقاً نام خود کالم میشه ایندکس در پی اچ پی. پس شما اگه ببین فعلا اکو کنین رو را این دفعه چی میشه بگین؟ این دفعه دیگه گفتم درست است. رو دقیقاً یک اری است که همون روی اول خوانده 4 کالم است، همون 4 کالم در این اری ذخیره کرد. پس وقتی که یک اری است میتونید ایندکس بدین دیگه. وقتی که اسوسییتیو باشه ایندکسش 0 و 1 و 2 نیست دیگه، حروفی است. خب به نظرتون ما برای نشان دادن نام استاد باید چی بگم؟
آیا ایندکس ها رو من تعیین میکنم؟ نه. آفرین، دقیقاً همین است. نام خود کالم میشه ایندکس برای اره. گفتیم select all، همه کالم ها رو سلکت کنیم، بهمون نام کالم میشه ایندکس اره. پس اگه شما خواستین فرست نیم نشان بدین، میتونین بگین $روی فرست نیم. اشاره میکنم به اره که روی اول خوانده کالم رو فرست نیم براتون نمایش میده. واضح است؟ سوال نداریم؟ برای امروز درستان تمام شد. اینی خنده آخری رو بکنه. اینقدر کد نوشته کردیم. صحیح است؟ تا یک کلمه علی در روی صفحه ظاهر شد. همین از اول نوشته می‌کردین اکو علی، بس اینقدر کد نوشته نمی‌کردین. صحیح است؟ خب می‌فهمین که چی است؟ همین یک کلمه علی که در روی صفحه ظاهر شده نشون میده که تمام اون استپ ها، تمام مراحل به درستی طی کردیم که قیمت از دیتابیس از داخل خود تیبل خواهند. کد ما داینامیک است. سوال نداریم؟